به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که یکتا و یگانه است، خدایی که بی نیاز است و همه نیازمند او هستند، خدایی که نه کسی را زاده است و نه او از کسی زاده شده است، خدایی است که به همتا و به مثل و به مانند. هزاران درود و سلام بر آقای بشریت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر آل و اصحاب ایشان. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، شما را به برنامه خودتان، برنامه قلب آسیا خوش آمدید میگویم. خداوند قدوس را سپاسگزارم که یک بار دیگر برای ما چنین فرصت را مهیا ساخته تا با یک تن دیگر از برنامه‌های قلب آسیا در خدمت شما عزیزان و ارجمندان باشیم. موضوعی را که امروز در خلال این برنامه با شما مطرح می‌کنیم البته وضعیت علوم اسلامی در افغانستان هست. در این هیچ جای شکی نیست که علم و معرفت یگانه سبب مؤثر و عامل کامیابی و نجات و ترقی یک ملت بوده و می باشد. اما جامعه اسلامی و جامعه افغانی ما امروز با مشکلاتی که دچار هست در این هیچ شکی نیست یک سبب و یک عامل بزرگ این مشکلات همانا جهل و ناآگاهی از علوم اسلامی می باشد. ما در این برنامه دو مهمان بسیار معززی داریم. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری، کارشناس علوم اسلامی در استودیو با ما هستند و همچنین مهمان دیگه، مهمان ویژه ما که از پشت خط اسکایپ یا تلفن ما را همراهی میکنن، جناب دکتر فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه سلام و رئیس بخش ثقافت اسلامی در دانشگاه سلام کابل می باشند. در ابتدا من از جانب خودم و از جانب شما بینندگان عزیز و گرامی جناب مولانا انصاری را در برنامه خوش آمدید میگویم. جناب مولانا انصاری، یک بار دیگر شما را به برنامه خودتان خوش آمدید میگویم و از شما تشکر میکنم که یک بار دیگر از اوقات ثمینیتان برای ما وقت دادید. و قبل از اینکه به پیرامون موضوع داخل شویم، شما اگر با بینندگان عزیز کدام گفتنی دارید بفرمایید تا موضوع را شروع بکنیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه وصال حق، خصوصا برنامه قلب آسیا، خدمت همه عزیزان، همه مسلمان های جهان و بالاخص برای ملت افغانستان عرض و ادب و سلام و احترام دارم. خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. این برنامه شما و ما هم در این برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و جا داره که سلام خاصی در محضر جناب استاد بزرگوار حضرت مولانا فضل الله وزین، فضل الهادی وزین، استاد پوهنتون سلام، شخصیت علمی و برجسته، عرض و ادب و سلام و احترام داشته باشم. تشکر میکنم جناب مولانا انصاری. موضوع ما امروز علوم اسلامی در افغانستان است. قبل از اینکه در اصل موضوع داخل شویم، البته بجاست که برای ما و بینندگان عزیز و گرامی شما در رابطه با اهمیت علم و فرهنگ و علم و دانش از نظر شریعت قرای محمدی صلی الله علیه و سلم روشنی بیندازید بهتر خواهد شد. چیز واضح و
مسلمی هست که زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث میشن، قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او دوران جاهلیت میگفتن. یعنی از هر لحاظ، از لحاظ انسانهای او وقت و زمان که قساوت قلب بگیم، از لحاظ ظلم و ستم و بی‌عدالتی، پایمال شدن حقوق انسانها، حقوق زنها و خلاصه وضعیتی بود که او دوران، یعنی دوران جهل. یعنی چی؟ یعنی زمانی که علم رخت سفر ببنده در جایش جهل می آیه. او به این واسطه می گفتن دوران جاهلیت. و شخصیت که می آید در او عصر و زمان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، تا اینکه این جهل را برطرف کنن. الله سبحانه و تعالی وقتی پیامبر خود مبعوث میکنه و در اولین مرحله از مراحل برای حبیب خود و رسول نازنین خود میگه اقرأ، بخوان. یعنی چی؟ اولین آیه نازل میشه با لفظ اقرأ، به خاطر این که ای پیامبر اگر میخواهید که در دلهای انسانها تحول ایجاد کنی، در فکر این انسانها تحول ایجاد کنی، خلاصه تحول فکری بیایه، جسمی بیایه، روحی بیایه، روانی بیایه، تحول فرهنگی بیایه، اقرأ، بخوان. یعنی دوران جاهلیت چنان قساوت قلب داشتن که دخترار زنده به گور میکردن، ولی اولین آیه الله سبحانه تعالی نمیگه احرب، با این مردم بجنگ، نمیگه تا حتی افهم، بفهم. چی بفهم؟ قبل از خواندن فهمیدگی نیست. پس نکته مهم در اینه که اسلام به نزول اولین آیه در چنین دوران سخت و دشواری اشاره میکنه اقرأ بسم ربک الذی خلق. این ارزش خواندن رو نشان میده، چون خواندن هست که جامعه تحول ایجاد میکنه. آیات زیادی داریم، چون مختصرا وقت ما کمتر هست. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر اشاره میکنه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابرن او کسانی که میدانن و آنهایی که نمیدانن؟ یعنی هرگز برابر نیستن. تا حتی در آیه دیگه مثال بینا و نابینا رو میزنه. انسانی که میدانه بینا هست و انسانی که نمیدانه تشبیه به نابینا شده، یعنی راه رو نمیفهمه و نمیدانه. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه که شهد الله انه لا اله الا هو. در این آیه مبارک الله سبحانه و تعالی خود از او شهادت میده بر این که هیچ معبودی غیر از او نیه، و بعدا میگه والملائکه، ملائکه شهادت میده، و اولو العلم. و شاهد اهل علم هستن، اهل خرد هستن، اهل دانا هستن. الله سبحانه و تعالی با آیه دیگه به خواندن و به نوشتن قسم یاد میکنه، نون والقلم و ما یسطرون. در قلم قسم یاد میشه. این ارزش خواندن و نوشتن و اینها رو نشان میده. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه فعلم، بدان، یعنی اگر ندانی معبود خور نمیشناسی، فعلم انه لا اله الا هو یا لا اله الا الله. بدان، بعد از اینکه دانستی معنا و مفهوم و حقیقت کلمه طیبه مبارکه رو میفهمی. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی اشاره یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله سبحانه و تعالی مقام علم و علما بلند بیان کرده. این به طور خلاصه و فشرده از دیدگاه قرآن بود که اشاره کردیم که بسیار یک بحث مفصلیه که اگر ساعتها ارزش علم از دیدگاه قرآن بگیم تمام نشدنیه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند طلب العلم فریضه، طلب کردن علم فرضه، علی کل مسلم، بر هر مسلمان فرضه و در طلب علم. چرا اینقدر اهمیت؟ چون پیشتر اشاره کردیم که جامعه ای که بخواهد از جهل، از ظلم، از بی‌عدالتی، از همه مشکلات نجات پیدا کنه، او جامعه باید بخوانه. اگر نخوانه، یعنی علم یگانه سببی است که یک جامعه را از مشکلات، از همه مشکلات نجات میده. خواندن هست. در حدیث دیگر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اهمیت علم را نشان من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. مثلی که مجاهد در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکنه و ارزش پیدا میکنه، طالب العلم چنین ارزش داره حتی یرجع، تا اینکه پس برمیگرده طرف خانه و کاشانه، این در راه الله سبحانه و تعالی است.
ارتباط به شما اشاره کردیم که مشکلات را حل میکنه، چیز واضح و مسلمیه. اگر وقتی ما و شما نگاه کنیم یک انسان عاقل و دانا و هوشیار و فهمیده که درس میخوانه، حقوق پدر و مادر که فهمید احترام به پدر و مادر داره. درس خواند حقوق همسایه میدانه، احترام به همسایه داره. درس خواند حقوق اساتید میدانه، احترام به اساتید داره. حقوق جامعه میفهمه، احترام به جامعه داره. ولی درس که نخوند عکس این قضیه میشه. عموما شما نگاه کنیم که اگر جامعه آزار میبینه از دست اشخاصی که علم نخوندن، از علم محروم بودن، انسان هایی که در ظلم قرار گرفتن، در حالت امروز دست اینا به خون مسلمان ها آلوده، ریشه یابی بکنیم که اینها از علم محروم ماندن. پس به اینه که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و ارزش علم در روایت دیگر میفرمایند که حدیث دیگر فإن الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. بله. یعنی ارزش علم اینه که کسی که در طلب علم روان میشه، ملائکه‌ای که چقدر به نزد خداوند ارزش دارن، اینها این کرامت علم و کرامت طالب العلم نشان میده که بالهای خود در زیر پای او میگستران. ببخشید جناب استاد، یعنی این همه فضیلت ها برای علم بوده و برای طالب علم بوده، برای کسی که به خاطر حاصل کردن این علم بیرون میشون و سفر میکنن، هجرت میکنن. پس آیات و احادیث را که شما اشاره کردید در فضیلت علم واضح است، ولی اینجا یک امر کمی مبهم میمانه. فضیلت علمی که در قرآن و حدیث وارد شده یا آیات و احادیثی که بر فضیلت علم دلالت میکنه، عبارت از کدام علم هست؟ چیز واضح و مسلمیه که در روی زمین علوم مختلفه هست. الان مدارس مختلف، مکاتب مختلف. امروز علوم مروجه که ما میبینیم علوم زیاد هست، علوم عصری، علوم عصری که علومی که در قرآن و در احادیث فضیلت از اون اشاره شده، چیز واضح و مسلمیه که علوم شرعیه که انسان خداشناس میکنه. هر علمی که از طریق از او علم انسان به خدا رسید در تحت این فضایل شامله. مثلا حالا علم طبابت، علم انجینری، در این عرصه اگر شخص نیتی اینه که من انجینر میشم که برم فردا معاش عظیم و انگفتی به دست بیارم، خب چیز واضح مسلمه در تحت این فضایل شامل نیه. اما وقتی که او انجینر شد و در او راستا کار کرد و تلاش کرد و از او طریق خدمتی به دین کرد، این صاحب اجر میشه، پاداش میشه. اما اصل و لب و لبابی که شما اشاره کردیم و این فضائل که از دیدگاه قرآن و حدیث بیان کردیم، اینها چیز واضح و مسلمه که علم تفسیره، علم حدیثه، علم فقه، اصول فقه، علومی که تعلق به علوم شرعی داره. اما اینجا باز شاید که عزیزانی که انجینرن، عزیزانی که طبیبن، عزیزانی که در راستای حقوق و اقتصاد و اینها درس خواندن، اینا فکر کنن که مگر ما اجر و پاداش نداریم؟ اینها بعد از این که در سمت و مسئولیتی که قرار میگیرن، از او طریق میتوانن اجر عظیمی کسب کنن. انجینر در راه خیر کار میکنه، بله ببخشید، طبیب در راه خیر کار میکنه. به صورت دیگر ما میتونیم بگوییم که علوم شرعی رأس و اساس و بنیادی علوم دیگر است. مثلا علوم طب میبینیم، علم طبابت امروز چقدر رواج شده و نشر شده، اصلش برمیگرده پس به علوم شرعی. ما در کتب احادیث، در کتب تفسیر، ابواب کتاب‌ها و فصل‌های خاص به ابواب طب داریم. احادیثی داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره طبابت و اینها. وقتی که میگه طلب العلم فریضه، شما ببینیم در آیات و احادیث خاص نشده، علم عام گفته شده. طلب العلم فریضه علی کل مسلم، طلب علم فرضه. چیز واضح و مسلمیه که جامعه ما نیاز به طبیب داره، به طب داره، به انجینر داره، به علوم مختلف داره، و تا حتی یک جامعه ما نیاز به پیلوت داره که میره در او تخصص. و اما جریانی که این علوم زمانی در تحت این فضائل شامل میشه که شخص نیت خود را خالصانه و مخلصانه و خدمت به جامعه و امت اسلامی داشته باشه. تشکر میکنم استاد محترم از شما. به اجازه شما میریم طرف مهمان دیگه ما که پشت خط هستن، جناب دکتر فضل الهادی وزین، همکاران تکنیکی ما. اگر استاد با ما در لاین هستن با ما وصل کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
جناب استاد چه حال دارین؟ انشاءالله که خوب هستین. تشکر. یک بار دیگر از شما تشکر میکنیم که شما از اوقات گرانبهایتان برای ما وقت دادین تا ما و بیننده ها از علم شما که خداوند علمی را که به شما داده استفاده بکنیم. خواهش میکنم. استاد در ابتدا اگر شما با بینندگان گرامی برنامه قلب آسیا کدام گفتنی یا سلامی دارید بفرمایید، بعدا داخل موضوع میشیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ما نخست قبل از همه عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت مهمان بزرگوار شما، عالم و خطیب جوان کشور ما استاد مولانا مجیب الرحمن انصاری، و همچنان سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنونده ها و بیننده های شما در هر جایی که هستند. و ما با استفاده از این فرصت تشکر میکنم از شما و از تلویزیون شما که شما روی یک موضوع بسیار مهم و ارزشمنده که امروز و فردای کشور ما و افغانستان ارتباط داره شما تماس میگیرین، در ارتباط برنامه میگیرین و من حیث المجموع برنامه شما به حدی که من اطلاع دارم برنامه خوب است و از الله متعال برای شما توفیق استدعا میکنم. آمین. جزاکم الله خیرا. جناب استاد ببخشید، زمانی که صحبت از علم و از فرهنگ یک جامعه می شود، امروز قسمی که ما علوم دینی در افغانستان این موضوع برنامه خود قرار دادیم، یقینا بجاست که ما برگردیم به سوی تاریخ که ملت ما، قوم ما، وطن ما، میهن ما در تاریخ اسلام از نگاه علوم شرعی چه مقام و چه مرتبه داشتن. آیا در تاریخ اسلام وقتی که ما بحث از علوم اسلامی و از علوم شرعی میکنیم نام از افغانستان، نام از کشور ما، از ملت ما برده می شود و یا خیر؟ به صورت دیگر شما می توانید روشنی در رابطه با پیشینه علوم اسلامی و همچنین اشاره درباره مستقبل علوم اسلامی در افغانستان به نظر شما چگونه بوده است و در مستقبل چگونه خواهد بود کمی روشنی اندازید در این مورد؟ قبل از پرداختن به جواب سوال شما اگر اجازه باشه که من در قسمت مصطلح و اصطلاح علوم اسلامی و علوم شرعی کمی مکس بکنم به اجازه شما. بله، به خاطر اینکه مصطلح خیلی مهم است. به نظر من در دیدگاه اسلامی در مجموع مصطلح دقیق برای علومی که ریشه در اسلام داره به نظر ما علوم همه علوم اسلامی است. یعنی ما علوم هر علمی که به خاطر هر علمی که مباح است تعلمش مباح است و در دایره تعلیم و تعلمش مباح است و علم اسلامی است، به خاطر که ولی جای رفتن به تفصیل نیست، به خاطر که علوم مباح چی علوم شرعی و چی هم علومی که در نتیجه خبره و تجربه و اکتساب به دست میاد یا از دو حالت بیرون نیست، یا فرض عین است تعلیم و تعلمش یا فرض کفایی است. و به این خاطر هر علمی که هم چی فرض عین باشه و چی فرض کفایی باشه تعلیم و تعلمش و علم اسلامی هست. به این خاطر نه تنها علوم شرعی که اساس و بنیادش وحی است، قرآن کریم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مانند تفسیر و عقاید و حدیث و فقه و اصول و فقه، نه تنها علوم شرعی علوم اسلامی هست بلکه علوم دیگه کفایی است، مانند طب و انجینیری و زراعت و کامپیوتر و زبان ها و هر علمی که مسلمان ها و جامعه بشری و انسانیت به اون نیاز داره و مفید است و در جمله زنده علم نافع میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه دعا میکردن که اللهم ارزقنا علما نافعا و قلبا خاشعا، و یا دعا میکردن که اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و من دعوة لا يستجاب لها. به خاطر هر علمی که حلال باشه، مباح باشه و مفید باشه، چی علوم شرعی که منبثق و مؤسس بر قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و چی علوم دیگه که علوم اجتماعی است، علوم ساینس است، علوم نظری بحث است، همش علوم است که مادامی که در تعارض با شریعت اسلام قرار نداره همش علوم اسلامی هست و یا در تعلمش در دایره فرض عین میاد، فرض کفایی میاد. حتی دانشمندا و علما طبعا به شما بهتر معلومه میگن که علاوه از چیزهایی که علوم فرض عین است تعلم بر مسلمان، چیزهایی که مربوط میشه به اعتقاد میشه یا به اوامر میشه یا به نواهی میشه، یعنی عمل و ترک، چیزهایی که مربوط به حلال و حرام میشه و عبادات میشه، مثلا واقعیت میشه، در مجموعه فرض عین است برای تعلمش. لیکن کسایی که یک رشته مشخص معین رو تحصیل میکنن، مثلا طبیب میشن، مهندس میشن و چیزهایی که ما ضرورت دارن با شریعت ارتباط میگیره، به حلال و حرام ارتباط میگیره، تعلمش هم فرض عین میشه. و هر صورت از بود که چی علومی که فرض عین است و چی علومی که فرض کفایی است در مجموع همش در دایره علوم اسلامی میاد. اما این تقسیمی که علم دینی هست و غیر دینی است
اگر چند کلام باشه حتی فی الاصطلاح، یعنی وقتی که مقصود واضح باشه اشکال نداره. لیکن اگر ما خواسته باشیم که با دقت صحبت بکنیم و حرف ما دقیق‌تر باشه در این معیار، در این مجال است که هر علمی که مسلمان ها فرض عین باشه، فرض کفایی باشه او علم اسلامی است. به خاطر تقسیم علوم، همین سنویت و دوگانگی علوم که فرعی علوم دینی هست، علوم اسلامی است و غیر اسلامی است، که ریاضیات و طب و هندسه اونا رو بیرون بکنیم، ما گمان میکنم این تقسیم غیر دقیق است و ما را به خطا میبره. و غالبا این ریشه داره در کلیسا، به خاطر اینکه در مفهوم کلیسایی وقتی که در غرب، در اونجا در وقت ظلمت غرب، در وقت ظلمت قرار داشت و در اونجا بر علیه علم مبارزه میشد، کلیسا علما را شکنجه میکرد، تعذیب میکرد، اعدام میکرد. اونا کلیسا هر چیزی که علم لاهوت میگه به خود مربوط میساخت و علوم دیگر از دایره دین خارج میکرد. متاسفانه در اصول انحطاط مسلمان ها او برداشت مثل همه چیزای وارداتی دیگر از غرب به طرف ما آمد. به خاطر ما هم تقسیم میکنیم، گاهی اوقات نادانسته میگیم علوم اسلامی و علوم غیر اسلامی. به خاطر این خواست من هیچ تصحیح بکنم که ما در گذشته های خودم می‌دیدیم که شما مثلا تفسیر و عقاید و حدیث و فقه و اصول فقه و ریاضی و هیئت و فلک و طب همه در یک مدرسه تدریس میشد، در یک مرکز، در یک مسجد تدریس میشد، در یک مرکز تدریس میشد. به خاطر این دوگانگی رو باید ما پایان داشت بدیم و البته افضلیت و فضیلت و شرف علوم شرعی که منبثق از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و قضیهش به عقیده انسان با درست میشه، عبادات انسان با درست میشه، انسان حلال و حرام درک میکنه. طبعا فضیلت و برتریش به جای خود باقی است که یک بخش کلی و میش فرض عین است. در زیر محدثی که بیشتر جناب استاد انصاری شرکت کردن طالب علم حدیثی که نسائی روایت میکنه و حدیثی که شیخ البانی رو تصحیح کرده، همچنان سیوطی که طالب العلم فریضه علی کل مسلم زیر محدث میگه که چقدر هذه علوم فرض است. به هر صورت ما بعد از این مدخل ارز بکنم که سرزمین ما، کشور ما محدوده که جغرافی که میگم افغانستان یاد میشه، در تاریخ تمدن اسلامی، در تاریخ علم در جهان اسلام از اهمیت بسیار بزرگ برخوردار است، اهمیت بسیار بزرگ داره، به خاطر که ما ملت ما، مردم این سرزمین، علمای سرزمین در نشر و شگوفایی علوم انواع مختلف و همچنان در شگوفایی و تمدن اسلامی نقش بسیار بزرگ ایفا کردن. و این خاطر از امروزی که فجر اسلام، نور اسلام، خورشید اسلام در این سرزمین رشیده و طلوع کرده و این منطقه را و این مرزوم و این سرزمین با نور خود روشن ساخته و منور ساخته، از اون وقت می‌بینیم که ما این ملت و این مردم و این سرزمین در تمدن اسلامی، در شگوفایی، حتی در تأسیس مجموعه از علوم سهم بسیار بارز گرفته. به خاطر من گمان میکنم که اگر کسی خواسته باشه که تاریخ تمدن اسلامی رو بنویسه و تاریخ علم در اسلام نوشته بکنه یا مطالعه بکنه، اگر نقش و سهم علمای سرزمین افغانستان و این منطقه محدوده جغرافیایی که میگن افغانستان یاد میشه، اگر این را تجاهل بکنه، ما گمان میکنم که مطالعه و تحقیق ناقص و نامکمل است و حتی سخن گفتن از تاریخ تمدن اسلامی، از تاریخ علوم اسلامی، علوم در اسلام در مجموع بدون ذکر افغانستان و ذکر نقش علمای افغانستان و صحبت ناقص است. به طور مثال به عنوان مثال باید عرض بکنم که ما مثلا شما در فقه مثلا شما نام‌های کسایی داریم و شما که اونا نقش بسیار مهم اساسی داشتن. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که اگر چند خودشان در افغانستان زندگی نکردن و نبودن تحقیقات نمیگه، لیکن جدشان از افغانستان ثابت است که او شک نیست. امام احمد بن حنبل مروزی از مرو است، جزء از مرو در افغانستان قرار داره، فعلا قسمت ترکمنستان است، لیکن به این طرف برمیگرده. امام بغوی شما میبینید مثلا که امام بغوی هم محدث است و هم مفسر است و هم فقیه است، فقیه بسیار بزرگ که در تفسیر، در حدیث، در فقه اطلاع داره. امام ابو عبید القاسم بن سلام هروی که از هرات است، ما در فقه داریم. بعدها در قرن ده معین الدین فراهی ما شما داریم، مولا علی قاری هروی داریم در فقه و همچنان ما در تفسیر نام‌های بسیار مشهور داریم. مثلا شما امام شهپور اصفهانی رو داریم که در صاحب تاج التراجم فی تفسیر القرآن العاجم است که در سرزمین ها اگر در نیسابور می‌جسته و اونجا پیدا شده، لیکن کمی دورتر، لیکن در این سرزمین بوده و تأثیر داشته. امام عبدالله انصاری حربی رحمت الله علیه شیخ الاسلام که شیخ الاسلام به گذشته که اگر شیخ الاسلام قبل از ابن تیمیه رحمت الله علیه وقتی که با کسی
مطلقا شیخ الاسلام گفته میشد مراد شیخ عبدالله انصاری حلبی رحمت الله علیه بود، متوفای سال 681 هجری، که او هم نه تنها محدث بسیار بزرگ است، دربارش گفته میشه که تا وقتی عبدالله انصاری حلبی زنده است کسی جرأت نمیکنه که پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث جعلی و دروغ بسازد. و همچنان شما در تفسیر می‌بینید که یه اطلاع داره، در عقاید کتاب‌های مختلف داره. مثلا شما در قرن 5 تا 494 متوفی شما سوریانی حلبی رو دارین، سورابادی حلبی رو دارین که صاحب تفسیر و تفاسیر است که در 494 هجری وفات کرده. جمله تفسیرش جمله تفسیر بسیار مهم است. بعدم شما بیان الحق غزنوی رو دارین، صاحب کتاب معانی قرآن است و همچنان فرزند صاحب یک تفسیر مستقل است، بیان الحق غزنوی در قرن ششم. زاهدی در واجگیر ما داریم در تفسیر، مثلا امام فخرالدین رازی داریم در قرن 6 هجری که وفات کرده و همچنان معیز کاشفی داریم و کسای دیگر قبل از اصول انحطاط و مشکلات دستمون پیدا شد. در حدیث ما بلاواز امام عبدالله انصاری حلبی بن حبان بستی داریم، ابن صاحب صحیح خطابی بستی داریم شما در حدیث، همچنان امام مولا علی قاری حلبی داریم که این تقسیم برخواسته. و در علوم دیگه که نامایشان خیلی زیاد از دانشمندای ما، ریحانی البیرونی داریم، مثلا خوارزمی داریم، ابن سینا داریم. در شعر و ادب علمای ستاره‌های درخشان ما داریم، در این زمین پیدا شدن، زندگی کردن، مانند فرخی سیستانی داریم، منصوری بلخی داریم، رودکی داریم که زمان در این زمین میزیست، اگر چند در ماورا و نهر پیدا شده بود لیکن در هرات زندگی میکرد و اینجا بود. جامی داریم مثلا و کسای دیگه که خصوصا به عرض می بود در نهایت امر که ما در علوم شرعی منبثق از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم در تفسیر، هم در حدیث، هم در توحید و عقاید دانشمندای بزرگ در این زمین هستند. در وقتی که ما اینو میگیم قصد ما هاشا و کلا این است که ما افراد و علمای بزرگوار دانشمندای بزرگ ما منحصر بسازیم به این زمین، به خاطری که علمای بزرگ این شخصیت‌های فرا منطقه‌ای هستند، فرا قومی هستند، فرا ملیتی هستند که اینا به همه بشریت و همه مسلمان‌ها اینا ارتباط دارن، وابسته هستند، خدماتشان و اینا در یک قوم، در یک منطقه، در یک ملت، در یک سرزمین جغرافیایی محدد اینا نمی‌گنجند. لیکن ما سخن از گذشته و پیشینه علوم و تمدن علوم شرعی و تمدن اسلامی در این سرزمین بود. به این خاطر ما می‌خوایم عرض بکنم، یک بار دیگه تاکید از منبر شما عرض بکنم که این سرزمین هرچند که امروز در مشکلات دست می‌آورد لیکن در گذشته و پیشینه بسیار درخشان داره در تاریخ تمدن اسلامی که هر مسلمان باید به او ببالد. همچنان وقتی که از علما فراتر بریم ما می‌بینیم که در این سرزمین منطقه جغرافیایی مشخصی که امروز به نام افغانستان یاد میشه دارای مراکز بسیار مهم بوده. مثلا شما نام‌های یعنی مدارس نظامیه که خدا رحمت بکنه نظام الملک ساخته بود که در بغداد و در نیشاپور و جاهای دیگه داشت، شاخه‌های از نظامیت در بلخ و در هرات و در جاهای دیگه وجود داشت که همیشه اونا از علما درس می‌خوندن و علوم مختلف را می‌گرفتن، کتاب تالیف می‌شد، تحقیق می‌شد. به این خاطر همچنان شهرهای مانند هرات، مانند بلخ، مانند غزنه، مانند سجستان و مانند بست شهرهایی است که در تاریخ تمدن اسلامی مانند ستاره‌های درخشیده و هزار عالم و دانشمند در عرصه‌های مختلف، رشته‌های مختلف اونا را تربیت کرده، اونا تالیفات دارن، کتاب‌ها دارن. همچنین وجود کتابخانه‌های بسیار بزرگی که در این سرزمین وجود داشته که متأسفانه کتاباش گاهی اوقات به تاراج بوده شده بعد سوخته و تنظیم تحولات مختلف. لیکن وقتی که انسان کتب تاریخ مطالعه میکنه، تاریخ تمدن مطالعه میکنه، گذشته‌های علمی سرزمین مطالعه میکنه، میبینه که کتابخانه‌های بزرگ و با عظمت این سرزمین وجود داشته که نتیجه و محصول کار و تلاش علمی و تحقیق دانشمندا و علمای بزرگی بوده که در سرزمین پیدا شدن که امروز به نام افغانستان یاد میشه. به خاطر از این در نهایت امر که ارتباط پیشینه علوم که این ملت و این سرزمین نقش بسیار مهم داشته در تمدن اسلامی و از خاطر که من گمان میکنم که یک از اطراف جهان اسلام است این سرزمین که سال گذشته را به نام یکی از شهرهای مهم افغانستان و پایتخت‌های مهم علم در جهان عروض الله غزنی را به نام پایتخت ثقافت اسلامی آیسیسکو یا سازمان کنفرانس همکاری کشور اسلامی و مسما ساختن که واقعا یک تصمیم و جای بود و یک نوع اعتراف بود در حقیقت
در مورد پیشینی درخشان علم و تمدن در این سرزمین در افغانستان. اگر مختصر بعد از این پیشینه عرض می‌کنیم که طبعا بعد از اینکه در مجموع جهان اسلام طرف انحطاط رفت که آل جای پرداختن به عامل اسبابش نیست، در بحث کوتاه تلویزیونی وقتی که انحطاط پیدا شد در جهان اسلام، متاسفانه افغانستان هم مانند باقی سرزمین‌های اسلامی به نسبت‌های متفاوت این سرزمین در سرسه علم و تمدن دچار انحطاط شد و جنگ‌های متعددی که در چند قرن اخیر در کشور رخ داد و طبعا متاسفانه در افغانستان جنگ است و بی‌امنیتی هست. متاسفانه در مجموع سبب شد که افغانستان اون نقشی را که در تمدن اسلامی می داشت و داشت و نقش دست داد، متاسفانه که فعلا او جای افغانستان در این عرصه خالی هست. اما در مورد آینده و مستقبل علوم شرعی در افغانستان، علوم من حیث العموم باید عرض بکنم که الحمدلله امروز وضع علمی در افغانستان با وجودی که افغانستان جنگ‌های بسیار خطرناک سپری کرده، استقرار ثبات سیاسی در متاسفانه تا هنوز هم کشور ما از ثبات و استقرار سیاسی به بهره است. مداخلات حضور قوای خارجی در افغانستان، مداخلات خارجی در افغانستان، جنگ و بی‌امنی در افغانستان، در مجموع این مشکلات فقر در افغانستان ایجاد میکنه. این چالش‌ها و مشکلاتی هست که این ملت و این سرزمین دچارش است. لیکن اگر با گذشته‌ها مقایسه بکنیم، ما گمان میکنم که وضعیت علوم شرعی در افغانستان فعلا رو به بهبود است، به خاطر که ما در افغانستان فعلا حداقل بیش از 10 حداقل در حدود 10-15 فاکولته شرعیات داریم، پوانزی‌های شرعیات داریم در افغانستان، چی در دانشگاه‌ها پوانتون‌های دولتی و چی هم در پوانتون‌ها و دانشگاه‌های خصوصی که ما کلیات شریعت داریم، فاکولته شرعیات داریم که اونا مصروف حتی بعضیشون در سطح ماستری و ماجستر اونا شاگرد محصل فارغ میتن و این خودش یک پیشرفت بسیار بزرگ. همچنان ما فعلا در افغانستان شاهد تاسیس علاوه از مدارس دولتی که در افغانستان فعلا وجود داره و تعدادش زیاد شده، در گذشته‌ها در حدود 12 یا 14 مدرسه در افغانستان بود تا وقت‌های داود خان و بعد از او. لیکن امروز در افغانستان ده‌ها و حتی بیش از صدها مدرسه دینی وجود داره که در تعلیمات اسلامی که از طرف وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان و اشراف صورت میگیره و رسما در شبکات وزارت معارف کار میکنه. همچنان ما صدها مدارس خصوصی داریم که مدارس خصوصی هست که ماشاءالله و بسیار مدارس موفق هستند. بعضی مدارس و در درس‌های همیشه سال شاگردان را فارغ میکنن، علمای جوان فارغ میتن. همچنان هزار محصل افغانی در دانشگاه‌های خارج افغانستان اونا مصروف تحصیل هستند که اونا به کشور باز میگردن، چی در دانشگاه‌های مثل در جامعه الازهر، چی در دانشگاه‌های مملکت عربستان سعودی، چی هم در دانشگاه اسلامی بین‌المللی پاکستان و مالزیا و جاهای دیگه اونا تحصیل میکنن و کشور بار میگردن که خودش اغنا میبخشه، باعث غرامندی و شکوفایی علوم شرعی در افغانستان است. همچنان در افغانستان چیزی دیگه که بسیار جالب است و مهم است که ملت افغانستان، مردم افغانستان رغبت دارند به فراگیری علوم شرعی در مجموع. یک نوع اقبال به خاطر فراگیری علوم شرعی در افغانستان فعلا دیده میشه. به طور مثال شما دوره‌های فهم قرآن که از 3-4 سال بی‌طرف در کشور ما برای اولین بار آغاز شده، شما می‌بینید که حتی مردم عام اونا ده ها هزار، حتی در بعضی موارد در ولایت ننگرهار و در ولایت هرات استاد انصاری تشریف دارن. برای شما حرفای ما میشنویم که در دوره‌های فهم قرآنی که در شهرهای بزرگ مانند کابل و جلال آباد و هرات و کندوز دایر میشه، در این دوره‌ها ده ها هزار انسان شرکت میکنه. بلکه در دوره فهم قرآن در ننگرهار و در هرات بر اساس بعضی احصایه‌های گزارش‌های رسانه‌ای در حدود 80 تا 90 هزار تا 100 هزار مرد و زن افغانستان آمدن که در بعض روزها اونا به پیام قرآن گوش بدن و پیام قرآن کریم دوره‌های تفسیری. جناب استاد ببخشید، شما اشاره کردید نسبت به دوره‌های فهم قرآن که در شهرهای بزرگ افغانستان مثل جلال آباد، کابل، هرات و بلخ برنامه‌ریزی میشه و طرح میشه و هزارها مرد و زن در این دوره‌ها شرکت میکنن. البته چنین برنامه‌ها در اطراف، در ولایت اطراف مثلا مثل ولسوالی‌های بدخشان، مثل ولسوالی‌های تخار و ولایت‌های دوردست مثل هلمند و غیره، در اطراف هم چنین برنامه‌های وجود داره یا تنها این برامج و این برنامه‌های دینی و اسلامی مخصوص به شهرهای بزرگ مثل کابل و هرات و بلخ و غیره تخصیص داده شده؟ البته در اطراف ما مشاهده کردیم، ما میبینیم و ایره ملت افغانستان میدونه اشخاصی اونجا وجود داره، مردم
تعداد کمی نیستند، تعداد بزرگی هستند که از مبادی دینشان بیخبر هستند، از طریق وضو، از طریق نماز. حتی در بعضی موارد ما داریم، شواهدی داریم که بعضی خواهرهای ما، ببخشید دیگه این حقیقت است، پوشاندن حقیقت درست نیست، در اثنای ماهواریشان یا بگیم که در اثنای حیضشان ما شاهدهایی داریم که روزه میگرفتن. البته دلیلی بزرگی این روزه گرفتن در ایام حیض و نفاس دلالت بر جهل آنها میکنه. ما عرض میکردم که در مجموع ببینین که ما عرض کردم میخواستم مقایسه بکنم با بعضی علوم شرعی در افغانستان، در بعضی کنونی روز افغانستان با گذشته هاش. من میخواستم بگویم که و بازم تاکید میکنم که ما با تناسب گذشته ما در وضعیت بسیار بهتر قرار داریم. در نتیجه جهاد مردم افغانستان، هجرت مردم افغانستان، آشنایی مردم افغانستان با ثقافت و فرهنگ اسلامی و علوم اسلامی و تحصیل فرزندان افغانستان در کشورهای اسلامی در بیرون افغانستان که علوم فرا گرفتن، پس برگشتن به کشور خود، به سرزمین خود، ما در وضع بهتر قرار داریم. ببخشید استاد محترم، دوره‌های فهم قرآن نه تنها منحصر و مخصوص به شهرهای بزرگ نیست، بلکه ما حتی در اطراف ولسوالی ها هم این دوره‌ها فعلا دایر میشه. مثلا شما در ولسوالی رباط سنگی در هرات دارید، مثلا جناب انصاری تشریف دارن، شاید در جریان باشین که در ولسوالی رباط سنگی یکی از ولسوالی‌های تقریبا دوردست هرات شمرده میشه مسئول دارین. مثلا شما در این خزانه گذشته در شهر فیض آباد در مرکز ولایت بدخشان دوره فهم قرآن بود، در هزارها زن و مرد از بدخشان، حتی کسایی از کوه‌ها فاصله های دور کوه‌ها را می‌پیمودن و رازوهای صعب العبور کوهستانی می‌آمدن. خواهرای ما که ویدیو عکسایشان از فنا دوره فهم قرآن فرا می‌گرفتن. مثلا شما در ولسوالی‌های دوردست مانند خوگیانی و کورد در ولایت ننگرهار دوره داریم، در ولایت لغمان. عرض است که فهم قرآن ان شاء الله عام میشه و این دلالت میکنه به این که ملت افغانستان تشنیع فرهنگ قرآنی است، تشنیع علوم قرآنی هست. ملت اسلام میخواه، ملت علوم شرعی در اینجا جا باز میکنه و مردم حاضر هستند. همچنان دوره‌ها برگزاری دوره‌های سیرت نبی صلی الله علیه و سلم. کشور ما شاهد برگزاری بزرگترین مسابقات سیرت النبی هست که نه تنها من گمان میکنم که دوره‌های فهم قرآن و دوره‌های سیرت النبی صلی الله علیه و سلم و اسلام شناسی که دایر میشه خودش شاید یک تجربه منحصر به فرد افغانستان باشه که شاید در کشورهای منطقه و حتی کشورهای دیگر ما مثیل و مانند چنان داشته باشیم که میتونه این دوره‌ها و ای قابل استفاده باشه در کشورهای دیگه، کشورهای اسلامی دیگه که میتونن مردم در فضای آزاد، در یک استادیوم ورزشی، در یک میدان، در یک دیدگاه جمع میشن، هزاران انسان خواهران شد به جای و اصول شرعی در جای جداگانه و مردان جای به جدا و علیحده اونا قرآن میآموزند. و همچنان اقبال خواهرای ما ببینید که در گذشته ها متاسفانه زنها محروم بودند، زنها محروم نگه داشته شده بودند در نتیجه عواملی که جناب انصاری سپیدار اشاره کردن. قضیه جهل گفتن واقعا که جهل، تفشی جهل، انتشار جهل و نادانی، ناآگاهی از اسلام و اصول اسلامی در مشکل خیلی کلان است و با شما ما اتفاق میکنم متاسفانه که یقینا در بعضی موارد نه تنها زنهای ما با امور شرعی آگاه نیستند و در نتیجه بعد وجود خرافات و برداشت‌ها باورهای باطل و نادرستی که باید زن علوم فرا نگیره. مثلا در حالی که شما میبینید که ابن حجر اسقلانی میگه که در حدود 52 نفر استادای امام ابن حجر اسقلانی علیه رحمت الله خودش میگه که در سوانح ترجمه خود که 52 نفر استادای ما زنها است و یکی از روات صحیح بخاری کریمه وروزی است. علی کل حال ما در تاریخ دانشمندای خیلی بزرگ زیاد داریم که اونا زنها بودن. لیکن مهم است که فعلا بعد از یک فترت، یعنی یک خلایی که آمد در این قسمت دوباره مردم به طرف علم شرعی رجوع میکنن و اقبال و گرایش خواهرای ما زنها در ارتباط با علوم شرعی و پیوستن با کلیات شریعه و پانزه‌های شرعیات و بخش‌های علوم اسلامی علوم شرعی بخشین در مجموع اقبال بسیار شدید است و در نتیجه نهایت حرفای مئیس استاد محترم که در امروز افغانستان شاهد یک آگاهی دینی سرتاسری هست که ان شاء الله امیر روان توفیق الله متعال و لطف خداوند متعال و در نتیجه جهود و کوشش‌های علمای ما دانشمندای ما این روند آگاهی دینی به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه. در طول 5 سال ان شاء الله 5 سال بعد 10 سال بعد در افغانستان ما شاهد یک بیداری و یک نهضت بزرگ اسلامی هستیم که اون نهضت اسلامی بر اساس آگاهی، بر اساس علم، بر اساس فهم استوار است. و چیزی بسیار جالب خوب دیگه است که امروز در نتیجه فهم آگاهی در افغانستان ایجاد شده و آمده به ارتباط علوم شرعی بسیاری از سنت‌های
که در جامعه ما متاسفانه مرده بود، او سنت ها دوباره احیا شده. خطبای جوان ما، علمای جوان ما، از جمله ما شیخ انصاری رو داریم در هرات، خدا میتونه دراز بکنه که با شما هستند. در نتیجه این دانشمندای ما در هرات، در بلخ، در ننگرهار، در کابل و شهر قندهار و شهرهای دیگه ما، امروز ملت ما آگاه میشه. خطبه جمعه ما امروز خطبه جمعه نیست که قبلا بود. در اکثر مساجد فهم ما ختمه قرآن کریم در ماه رمضان. در مجموع عرض میکنم که وضع علوم اسلامی در کشور ما بخیر است، با وجود بعضی مشکلات موانعی که هست. فرضایش است که اگر فرصت بسته ان شاء الله میشه اشارات داشته باشم که چی موانع و عوایق فراراه گسترش و نهادینه نشدن علوم شرعی در کشور ما وجود دارد. لیکن با وجود همه مشکلات و عوایقی که در کشور ما امنیت نیست، استقرار نیست، در کشور جنگ است، در جایی که جنگ باشه، حضور خارجی باشه، اشغال نظامی خارجی در کشور ما هست و دخالت خارجی هست، در کشور ما جنگ است، کشور ما آتش جنگ میسوزه. لیکن با وجود همه این مشکلات و نابسامانی ها و ناهنجاری که هست، علوم اسلامی الحمدلله، علوم شرعی در افغانستان وضعیتش رو به بهبود است، بهتر است ان شاء الله. اگر این ترشید شود و توجیه شود و درست سمت و جهت داده شود و درست راهنمایی شود، ان شاء الله تعالی ما گمان میکنم ان شاء الله که افغانستان در ظرف 10 سال 15 سال که ان شاء الله می وضعیت بهتر می داشته باشه. و شما در جریان هم هستین، طبعا میفهمین که افغانستان امروز مواجه است با یک غزو و هجوم فکری همه‌جانبه که دشمنای افغانستان اونا تلاش میکنن که در این کشور مرزسویی بکنن، اخلاق سوزی بکنن، جنسی تیزی بکنن، دین سوزی بکنن در افغانستان و نسل‌های ما را از اسلام دور بسازن. از طریق رسانه‌ها کوشش میکنن، از طریق کتاب نشر کتاب کوشش میکنن، برنامه‌های اباحی و برنامه‌های نادرست ایجاد میکنن تا حائل شوند، حاجز شوند بین نسل جوان ما، عام از پسر و دختر، علوم شرعی و ثقافت و فرهنگ اسلامی. لیکن با وجود همه این مشکلات و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین، میبینیم که چون در این دین، در دین فطرت از دین اسلام، در این دین در خودش یک نوع پتانسیل و یک نوع عنصر، یک دینامیزم موجود است که این دین اگر کمی هم زمینه برش مساعد شود، شگوفا میشه، بالینده میشه، رشد میکنه و طرف پویایی میره. ما گمان میکنیم ان شاء الله که وضعیت علوم شرعی در کشور ما بخیر است ان شاء الله تعالی. به توجیه ضرورت داره، به ترشید ضرورت داره و ان شاء الله و اینکه ما با مشکلات چالش‌ها فائق بیم غالب شیم به اون نیاز داره. لیکن ان شاء الله تعالی ما مستقبل ان شاء الله روشن میبینیم و ان شاء الله تعالی مستقبل ثقافت اسلامی، علوم شرعی در افغانستان مستقبل روشن و تابناک است ان شاء الله تعالی. ان شاء الله که افغانستان کشور عزیز ما یک مستقبل تابناک در راسته‌های نشر و پخش علوم اسلامی داره و الحمدلله مردم افغانستان همان دین دوستی و ایمان دوستی که دارن یک بار دیگر بعد از زمان فترت، قسمی که استاد میگفتن، دوباره به حال خود ان شاء الله برمیگردن. مردم دوباره به سوی علوم دینی و علوم اسلامی رجوع کرده روان هستند که یک فال خوب است ان شاء الله. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا وقت یک وقفه کوتاه است، یک وقفه کوتاه میگیریم و باز در خدمت شما ان شاء الله با استادان گرامی جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری و جناب دکتر فضل الهادی وزین دوباره برمیگردیم. با ما باشید. مصفا می کند قرآن دل و جان، مصفا می کند قرآن دل و جان. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان، مصفا می کند قرآن دل و جان. به قرآن خدا گر تو دلی چنگ، تو را ایمن کند از مکر و نیرنگ. بگیرد قلب تو رنگ خدایی، نباشد بهتر از رنگ خدا رنگ، نباشد بهتر از رنگ خدا رنگ. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن،
قرآن دل و جان. دلت آینه نور خدا کن، هوای نفس را از خود جدا کن. بیایی که دم نشین در باغ قرآن، به باغ حق بیا با ما صفا کن. به باغ حق بیا با ما صفا کن. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. سعادت راز قرآن خدا جوی، ز قرآن شیوه صلح و صفا جوی. مپرس از این و آن راه سعادت، سعادت راز شرع مصطفی جوی. سعادت راز شرع مصطفی جوی. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. قرآن گر سرد پرشور گردد، تمام هستیت پر نور گردد. شوی یک سرغم لطف و محبت، بدی از جسم و جانت دور گردد. بدی از جسم و جانت دور گردد. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه قلب آسیا. موضوع برنامه ما بود وضعیت علوم اسلامی در افغانستان. مهمانان گرامی صحبت‌های خیلی مفید و جالبی در این مورد داشتن. جناب استاد انصاری با ما در استودیو تشریف دارند و جناب دکتر فضل الهادی وزین انشاءالله از خط اسکایپ ما را همراهی کردند و میکنند انشاءالله. جناب استاد انصاری، برمیگردیم طرف شما با موضوعی که موضوع برنامه است امروز. صحبت ها خیلی شد و جناب استاد اشاره داشتن در رابطه با اقبال مردم و برگشت مردم به سوی علوم شرعی در افغانستان. به نظر شما آیا علوم شرعی در افغانستان مشکلاتی هم داره یا خیر؟ سوال بسیار سوال جالب و مهم است. من جا داره که از جناب دکتر وزین صاحب تشکری کنم که بسیار صحبت همه جانبه و بسیار مفصل صحبت شد روی این موضوع. خود علم وقتی نگاه کنیم یکی از صفتهای ذاتی پروردگار عالم هست و طبعا آیه قرآن هم در این موضوع اشاره میکنه که هدف از نزول قرآن کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خود علم روشنایی میاره. در پرتو قرآن و حدیث
جامعه منور میشه. بنابراین چیز واضح و مسلمیه که نه از امروز، نه از یعنی بگیم از صدر اسلام، یعنی از زمان حضرت آدم علیه السلام، هنگامی که وعلم آدم الاسماء، و میبینیم که دشمنی شیطان با حضرت آدم علیه السلام شروع میشه. از آن وقت موانع و اشیا و بالاخره افکار دشمن و پیروان شیطان خلاصه در هر باطل در مقابل حق کوشش میکنه به یک طریقی جامعه اسلامی به سمت سوی غیر بکشانه. در افغانستان اشاره کردیم سالهای زیاده، یعنی میتونیم بگیم که ده ها سال میشه که در افغانستان، یعنی از ابتدا که یعنی از 100 سال به این طرف صحبت کنیم، هجوم انگلیس ها در افغانستان، بعدها هجوم روسیه در افغانستان و الان هجوم کشورهای بیگانه. خب طبعا وجود دشمن یک موانعه. در افغانستان امروز مثل سیل خروشان ملت افغانستان به طرف علم روانن با این همه موانع. مثلا خود رسانه های امروزی در افغانستان تبلیغات علمی کمتر داره، خود اینها مانع علوم میشه. رسانه های امروزی یعنی یکی از مشکلات بارز در سد راه علوم شرعی رسانه های امروزی هست. در کنار او مسئله پخش و نشر ربا از طریق بانک ها و با نام های مختلف در مناطق مختلف و قریجات های کوچک و بزرگ، اینها انسان ها متوجه می سازه به مسئله دنیا و اینها، و همچنین قضیه خود کشورهای مختلف با فرهنگهای مختلف که وارد، اینها هم موانع باز هم ملت افغانستان مثل سیل خروشان که قبلا جناب استاد اشاره کردن که مردم تشنه علم و دانشه، ارتباط به فهم قرآن اشاره کردن. من یک نکته اشاره میکنم، فهم قرآن که در هرات برگزار شد و بیش از 80,000 نفر در فهم قرآن حضور داشت، تایم این فهم، تایمی که مردم حاضر میشه در ماه مبارک رمضان بعد از نماز صبح. شما یک لحظه فکر بکنیم، یعنی وقت، یعنی برنامه بعد از نماز صبح وقت فهم قرآن که به ظرف 2 ساعت یک نیم ساعت از قرآن صحبت میشد. عموما انسان ها در ماه مبارک رمضان، برادر و خواهر، در ماه مبارک رمضان از نیمه شب بیدار هستند، مصروف دعا، نیایش، سحری، به اکل و به شرب تا وقت نماز صبح. اکثرا مسلمان ها بعد از نماز صبح در ماه مبارک رمضان میخوابن برای 1 ساعت 2 ساعت، چون از طرف شب خیلی کوتاه است در تابستان. عین باز هم خواهر و برادر بعد از ادای نماز صبح بیش از 80,000 خواهر و برادر در مکان ورزشی هرات جمع میشن به خاطر استماع قرآن، به خاطر فهم قرآن، به خاطر دانستن قرآن. در کنار این که موانع اشاره کردیم، امروز دشمن سرمایه گذاری میکنه تا فرهنگ اسلام بدنام بسازه. امروز سرمایه گذاری میکنه تا امت اسلامی از علم و دانش و فهم قرآن. شما ببینیم میگه 3 صدا مورد امتیازه، 3 صدا مورد امتیازه. یک، صدای پای مجاهدین، صدای پای مجاهدین امتیاز داره. صدای چرخ ریسندگان یعنی چی؟ یعنی او صدایی که شهرک صنعتی داره در هر کشور، مردم از او در کار و در مصروف و در صنعت و اینها بیان. و صدای قلم دانشمندان امتیاز داره. این قول برای ما چی میرسانه؟ متوجه این میرسانه که قدرت علمی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی یک ملت را سربلند میسازه، عزت میده. دشمن از ابتدا میدانست مسلمان ها در صدر اسلام که پیروز شدن، موفق شدن، این 3 قدرت را داشتن: قدرت علمی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی. دشمن از این متوجه شد، آمد سر راه مسلمان ها موانع ایجاد کرد که از او جمله مثلا گفتیم رسانه ها.
باور کنیم که اینقدر تهاجمی که رسانه ها بر سر ملت مظلوم افغانستان که گفتیم یک برنامه خاص اختصاص به رسانه ها میدیم که انشاءالله در آینده البته رسانه هایی که حائل میشوند در راه علوم شرعی، ارتباط به رسانه هایی که امروز در افغانستان ما و شما میبینیم از فهم قرآن در افغانستان ما ندیدیم که مسئولین تقدیر کنن. مسئولین دولتی، یعنی مسئولین دولتی چیز واضح و مسلمه. از فهم قرآن ندیدیم که تقدیر کنن. ما چند رسانه معدود اسلامی داریم بر علاوه‌ای که مسئولین دولتی از اونها پشتیبانی نمی کنن و تقدیر نمی کنن، گاهی وقت خود اینا مانع میشن، صد راه میشن. اما عکس این قضیه انسانهای بیبندوبار، انسانهایی که اونها مردم رو به فساد و به گمراهی میکشانن، از اونها تقدیر میشه به عنوان هنرمند. پس ما میتونیم بگیم که بسیاری از مسئولین در افغانستان اینا مانع علوم میشن، رسانه ها مانع علوم هستن و دشمنان و حضور نیروهای خارجی مانع علوم اسلامی هستن. اینها با سر این همه مشکلات باز هم ملت افغانستان مثل سیل خروشان، عاشق قرآن، عاشق فهم و معنا و مفهوم قرآن هجوم میارن بالاخره در یک مکان، او هم در ماه مبارک رمضان بعد از ادای نماز صبح که متصل ساعت 8 و 8 نیم روز که درس فهم قرآن تمام میشد، هر کس خواهر و برادر سر کار و وظیفه و مسئولیتی که داشت روان میشه. پس من این نکته اشاره میکنم، هر قدر موانع هم که بر سر راه بیایه، ملت افغانستان مسلمان بوده، مجاهد بوده، عاشق قرآن بوده. طوری که جناب استاد عزیز اشاره کردن، ملت افغانستان از نسل و یا شاگردان ابو اسماعیل هیروی، واعظ کاشفی و بالاخره صدها و هزارها مفسر، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شخصیت هایی که افغانستان داشته که یقینا قتیبه ابن سعید بغلانی که کل سوهای 6 شاگردان حضرت قتیبه رحمت الله علیه میشن. امام فخر رازی، ملت افغانستان شاگرد از اینها بوده، از نسل اینها بوده و امروزه هم هر قدر موانع سر راه بیایه یقینا که بی اثر خواهد بود و ملت افغانستان در راه علم و دانش روان میشن و روان بودن و هستن ان شاء الله. تشکر میکنیم از شما و با اجازه شما میریم طرف مهمان عزیز ما جناب دکتر فضل الهادی وزین. استاد با ما هستید؟ با شما هستم. تشکر میکنم. استاد محترم، جناب استاد انصاری در رابطه با مشکلاتی که برای تحصیل علوم شرعی در افغانستان وجود داره اشاره کردن که از جمله وجود رسانه ها و برنامه های آن رسانه ها را یادآوری شدن. آیا به نظر شما بر علاوه این مشکلاتی که جناب استاد اشاره کردن کدام مشکلات دیگه هم در سد راه علوم شرعی وجود داره؟ ما عرض بکنیم که به ارتباط با وجود اقبال شدید مردم به طرف علوم شرعی در افغانستان و اینکه افغانستان مقبل است انشاءالله به یک نهضت همه‌جانبه علمی انشاءالله گرمی روند به میتر دوام بکنه با وجود همه مشکلات. ما میتونم مشکلات علاوه از چیزایی که جناب استاد گفتن به چه نکته دیگر اشاره بکنم از که پایش متداخل باشه. یکی که ما در افغانستان فعلا نسل جوان در افغانستان خصوصا با یک هجوم همه‌جانبه فکری و اخلاقی فعلا مواجه است. شما امروز می‌بینید که تنها در پایتخت کشور، تنها در افغانستان در مجموع بیش از 50 تلویزیون، در حدود 60 تلویزیون فعالیت میکنه، بین 50 و 60 کانال‌های تلویزیونی چه محاوره‌ای و چه هم که در پایتخت کشور است یا در شهرهای بزرگ کشور دیده میشه. و اگر باید دید بر اساس محاسبه علمی که صورت گرفته بود دیده شده که تقریبا به استثنای چند رسانه رادیویی محدود که تقریبا بیش از 150 رادیو در افغانستان فعلا فعال است و غیر از جراید و مجلات که شما تعدادش خیلی زیاد چاپ میشه و اکثر مجلات و جراید و رادیو رسانه ها اینا به استثنای بعضی از رسانه هایی که شما هستن اینا از جهت های مشبوه تمویل میشن و اینا پول به دست میارن. شما میبینید که خود رسانه در افغانستان امروز کار رسانه‌ای به یک تجارت تبدیل شده و اکثریت مطلق برنامه‌های رسانه ها متاسفانه مثل که انصاری سے اشاره داشتن اینا در جهت تخریب و تدمیر فکر و اندیشه و اخلاق
کار میکنه. متاسفانه روندش همین رقم است که اخلاق سوزی باید بکنه، باید اسلام ستیزی بکنه، باید یعنی به اصطلاح علما همون فتنه های شهوات و شبهات انتشار بده، یعنی فتنه شهوات و فتنه شهوات و فتنه شبهات تا نسل جوان از فتنه های شهوات و شبهات دور نشه و همیشه در این فتنه باشه. جنگ هجوم فکری است افغانستان، هجوم فکری همه جانبه که هم فکر تدمیر و تخریب میکنه، هم اخلاق تدمیر و تخریب میکنه و هم روان و روح تدمیر میکنه. همچنان در افغانستان جنگ و بی‌امنیتی هست که بعد مختلفش در افغانستان کشورهای خارجی هست، هم مداخلات کشورهای بیرونی همسایه ها در افغانستان از جنگ جریان داره، بی‌امنیتی هست و شما میبینید که در وقتی که در کشور جنگ وجود داشته باشه، بی‌امنیتی باشه، در اونجا علم و فرهنگ و ادبیات به قهقرا میره، به طرف تباهی میره، جای برای عالم باقی نمیمانه و جای به دانشمند باقی نمیمانه. همیشه در اونجا جنگ مشکلات خاص خود داره و دشمن علم و دشمن نشر علم است. همچنان وجود فقر شدید در افغانستان از جمله موانع و مشکلات و چالش هایی است که فراراه علوم شرعی در افغانستان قرار داره، فراراه گسترش علوم شرعی قرار داره. ملت افغانستان روز به روز فقیرتر میشه و متاسفانه کارهای بنیادی که باید صورت میگرفت برای بهبود وضع اقتصادی در افغانستان، با وجود کشور ما فقیر نیست از نظر منابع طبیعی و منابع بشری. ما در افغانستان بر اساس همون احصایه های بسیار ابتدایی بیش از 3 تریلیون دلار افغانستان ذخایر طبیعی داره. 3 تریلیون دلار که هم از ترکمنستان کرده و هم از کویت کرده و هم از بسیار کشورهای دیگه منطقه کرده. افغانستان از این ناحیه غنی است و نیروی بشری فراوان داریم، کادر بشری، لیکن متاسفانه که چون قیادت و رهبری که باید استفاده بکنه و توجیه بکنه متاسفانه وجود نداره و ضعیف است. به این خاطر ما در فقر قرار داریم. فقر وقتی که فقر بود مردم و قسمی گفته میشه که بطن گرسنه شکم گرسنه منطق نمیفهمه. به این خاطر مردم قبل از اینکه نان میخواین، مردم غذا میخواین، مردم دوا میخواین، مردم خانه میخواین. به این خاطر بعد از مردم به علم فکر میکنن. این فقر یکی از موانعی هست که این موانع گسترش علوم میشه. ما وقتی که فقر داشت، فقر که بود، مقصود پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه از فقر پناه میخواست، میگفت اللهم این در دعای مسیری که همیشه صبح و شام میخوانیم که میگفت میفرمودن که اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. و دو حدیث دیگه که هرچی خودش از نظر سند صحیح نیست لیکن معنیش درست است که کاد الفقر ان یکون کفرا و از همه مهمتر است که 5 بنای اسلام یک روش اقتصاد از زکات. به خاطر چون فقر در جامعه هستی، فقر خودش یک چالش بزرگ است. قلت کتاب متاسفانه در افغانستان، قلت کتابی که به زبانهای خود ما وجود باشه و در خود افغانستان نشر شده باشه و متاسفانه فعلا ما با قلت کتاب مواجه هستیم. عشان مردم کتاب میخوانند با وجود اینترنت و چیزهای دیگه که است. امروز هر کسی در افغانستان کتاب اسلامی نشر میکنه، کتاب چاپ میکنه، کتاباش تو فروش میره. یعنی ما یکی از بنگاه‌های نشراتی رو میشناسم و دار اصلاح افکار که در حدود بیشتر از 1,200,000 نسخه کتاب در این طول 10 سال چاپ کرده و همه کتاباش فروخته شده. همه کتابای درباره دعوت اسلامی، فکر اسلامی، قرآن، تفسیر، حدیث، فکر اسلامی دیگه، یعنی 12 لک 1,200,000 بیش از 250 عنوان کتاب چاپ شده و فروخته شده و مردم و این بنگاه فایده هم کرده، یعنی تجارت کرده، ربح کرده علاوه از نشر. معنیش که مردم لیکن با وجود هم در افغانستان با وجود هم قلت کتاب است، قلت کتابخانه است. ما فعلا در افغانستان متاسفانه کتابخانه چیزی بسیار مهم است برای نشر گسترش هر علم و علوم شرعی. ما در این کشور متاسفانه فعلا کتابخانه داریم. ما دیروز در کتابخانه عامه کابل که از بزرگترین کتابخانه‌های عمومی در افغانستان است، دیروز در کتابخانه عامه بودم. دیروز کتابخانه ما که وزیر کتابخانه عامه دیدم که دروازه شکسته به استفاده زمین برای شما میخوام به گوش مردم برسانم، به گوش دولت افغانستان، به گوش علمای افغانستان، به گوش تاجرای افغانستان برسانم، به گوش مؤسسات ثقافی و فرهنگی جهان اسلام برسانم که اونا وضع کتابخانه افغانستان تدارک میکنن. کتابخانه افغانستان چی در کابل، چی در هرات، چی در قندهار، چی در بلخ و جاهای دیگه و در پایتخت کشور کتابخانه کتلاق نداره، جای نداره. در زمستان بخاری ندارن، جای کتاب‌های زیاد است که من جای میتونن کتاب‌ها را بگذارن متاسفانه و حتی برق ندارن و مشکلات خیلی زیاد وجود داره. به این خاطر کتابخانه جای ششتن نداره، دروازه و دیوار نداره این کشور و آثار نفیسترین ذخایر فرهنگی نه تنها افغانستان بلکه منطقه در معرض به از بین رفتن و تلف شدن از تاریخ افغانستان تلف میشه. کتابای بسیار نفیس و قدیمی که در اینجا وجود داره او تلف میشه در نبود و در فقدان وسایل حفظ و مراقبت. به خاطر جای کتابخانه، وجود فقدان کتابخانه، نبودن کتابخانه این خودش یک مشکل دیگه است. همچنان
یک چیز دیگه بسیار معنی دیگه که از شاید انسانی سے توافق بکنم ایمان محترم دیگه شما که متاسفانه فرهنگ و ثقافت کمک کردن و نهادهای شرعی، مدارس و همزه‌ها، کتابخانه ها متاسفانه در بین افراد متمول ما، همشان هم میگم لیکن در صورت عمومی متاسفانه متمولین افغانستان، تاجرای محترم افغانستان که اونا حاضر هستن پولهای گزاف در کارهای دیگه مصرف بکنن، لیکن وقتی که شما برش میگین که یک کتابخانه ساخته شود، یک مدرسه دینی کمک شود، یک پانزه شرایط کمک شود، یک کتابخانه کمک شود، اونا احجام میکنن، اونا اجتناب میکنن، اونا دلچسبی نمیگیرن. وقتی که شما برش مرکز اسلامی ساخته شود، از این خاطر ضعف فرهنگ کمک کردن به بنیادها و نهادها و مؤسسات و مراکز علمی که علوم شرعی را گسترش میده، نشر میکنه، این خودش یکی از جمله عوایقی است که فعلا علوم اسلامی با او مواجه است. ما امیدوار هستیم که ما و همچنان به برنامگی دولت از همه مهم، متاسفانه دولت افغانستان ما درک میکنیم که مشکلات وجود داره، لیکن متاسفانه نهادهایی که سکتورهای وزارتهایی که باید در اصل کار بکنن، متاسفانه اونا در این قسمت برنامه‌های درست ندارن. هرچند وضع تعلیمات اسلامی با ایجاد شدن نصاب تعلیمی جدید مدارس تعلیمات اسلامی در افغانستان ان شاء الله رو به بهبود میره و همچنان وضع فاکولت‌های شرایط الحمدلله روز به روز بهتر میشه، خوبتر میشه، استادای جدید وارد میشن و این در حال شکوفا شدن است. لیکن من گمان میکنم که علوم شرعی، نشر گسترش علوم شرعی، شکوفایی علوم شرعی در افغانستان و ارتباط علوم با نیازهای جامعه افغانستان، با نیازهای امروز و فردا جامعه افغانستان نیازمند یک استراتژی، برنامه‌ریزی استراتژی براهبردی است که در دراز مدت ما هم چی در دراز مدت و چی در کوتاه مدت ما برنامه‌ها دولت افغانستان برنامه‌های مشخص استراتژیک داشته باشه که ما می‌خوایم ببینیم که ما تصور کنیم که ما وضعیت علوم شرعی را در مجموع در 20 سال آینده افغانستان، در 50 سال آینده در افغانستان ما چگونه می‌خوایم ببینیم. به این خاطر خیلی مهم است که ما و این خیلی مهم از جمله چیزهای چالش‌های دیگه که متاسفانه خیلی مهم است که قرارهای گسترش علوم شرعی قرار داره، متاسفانه است که ما نیاز فقدان یک دید نقدی درباره فکر دینی و تجدید فکر دینی در افغانستان نیازمند است که ما بعضی برداشت‌های غلط، برداشت‌های نادرست به نام دین، به نام اسلام در جامعه افغانستان که نوع از اسلام است و با دین ارتباط داره، متاسفانه این برداشت وجود داره که در مجموع علوم شرعی را تضعیف میکنه و گسترش علوم شرعی را با موانع مواجه میسازه. به این خاطر ما ضرورت می‌داریم که یعنی فکر برداشت‌ها و باورها را یک دید نقدی بکنیم در چنین اصول واضح و ثابت قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت و روشنی عملکرد صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه دین در مجموع که این باورهایی که مانع رشد و شکوفایی میشه علوم شرعی در افغانستان میشه، این باورها را باید ما تبیین بکنیم، تشخیص بکنیم، توصیه بکنیم برای مردم تا در مجموع علوم شرعی وضعش از اینکه بهتر شه ان شاء الله تعالی که واسه این کار صورت بگیره ان شاء الله قریب آینده. تشکر میکنیم استاد محترم. یقینا مشکلاتی که شما اشاره کردین ابرزترین مشکلات ضعف اقتصادی بوده، ایره جناب استاد شما هم اشاره کرده بودین. ببخشید استاد، جناب استاد وزین، یکی از مشکلات بزرگ برای تحصیل علوم شرعی در افغانستان را عدم تعاون تاجران و متمولین، یعنی یک تعداد بزرگشان گفتن که تاجرها یک تعدادشان گفتن کمک میکنن، البته تعداد کمی شاید باشه، تعداد بزرگی از تاجرها که اموالشان در جاهای نامشروع یا جایی که اهمیت و افادیتش کمتر است به خرج میبرن. اگر آن را در راستای تحصیل و نشر علوم شرعی مصرف بکنن صدقه جاریه هم برشان میشه. آیا شما هم با چنین مشکلاتی، قسمی که شما اشاره کردید در فهم قرآن شما بیش از 80,000 زن و مرد اشتراک میکردن، البته شما از این مشکل یعنی نجات حاصل کردید حتما دیگه؟ در میان این 80,000 مرد و زن ما گفتم میتونیم که حداقل 1000-2000 انشاءالله برادرای تاجر ما هستن که میتونن همکاری بکنن. مسئله بحث ما چون بحث علمه، طوری که قبلا اشاره کردیم که وقت علم به جامعه آمد مشکلات برطرف میشه. یعنی وقتی نور آمد ظلمات میره کنار، تاریکی ها میره. بنابراین اگر امروز تاجر ما هم کمتر به
مسائل دین، مسائل مدارس و اینها سهم میگیره، ما نگاه بکنیم که او تاجر چقدر به علوم اسلامی دسترسی داره و چقدر او به فهم قرآن آشنا شده. مسئله که در هرات 80,000 نفر جمع شدن، مسئله اقتصاد زیاد در اینجا مطرح نبود که اینها جمع. اولا مکان ورزشی بود که او کرا نداشت. ثانیاً در ماه مبارک رمضان بود که بعد از نماز صبح افطار و چای و صبحانه وجود داشت. ببخشید سوالی من اینجا بود، همین 80,000 نفری که حاضر میشدن حتما در میان این 80,000 نفر برادران تاجران هم بودن؟ چیز واضح و مسلمه. وقتی که امروز در افغانستان ما مدارس خصوصی داریم و مدارس دولتی داریم. و ببخشید سوال مطرح میشه اینجا، مدارس خصوصی دارین و مدارس دولتی دارین، آیا هر دو مدارس نصاب و منهج درسیشان، مواد درسیشان یک است یا متفاوت است؟ قبل از اینکه به مناهج درسی ما اشاره بکنم، میخوام چون تایید سوال شما، کل مدارس دولتی تمویل از او و کمک کننده از او دولت هست، اما مدارس خصوصی و به اصطلاح علما حجرگی و مدارسی که اونها وابستگی به دولت نداره، خب اینها رو کی تمویل میکنه؟ خب چیز واضح و مسلمه، در هر ولایت مدرسه هست. یعنی میتونیم بگیم که در حوزه غرب بسیار مدارس بزرگ و مدارسی که در حدود 400 طلبه، 500 طلبه و 700 طلبه و 600 طلبه و یعنی بیش از 100 مدرسه که هر مدرسه 10 ها طلبه داره. اینها رو کی تمویل میکنه؟ خب چیز واضح مسلمه که همین پول تاجر هست. پول تاجر هست و من یقین دارم که اگر تاجر ما چون سوق داده نشده، اگر سوق داده بشه او در راستای دین یقینا زحمت کشیده و زحمت میکشه. مسئله منهج مدارس خصوصی تا به مدارس دولتی، ما در بین مدارس خصوصی هم از لحاظ منهجی میتونیم بگیم که مدارسی هستن که جزء نظام دولتی هستن، یعنی اسناد اخذ میکنن از دولت، ولی دیگه به دولت هنوز چیزی میدن سالیانه و از دولت چیزی نمیگیرن. در این عرصه این مدارس منهج عین منهج مدارس دولتی هست ولی با یک تفاوت که توجه خاصتری نسبت به این مدارس است. مثلا حال پانتون‌های دولتی تا پانتون‌های خصوصی منهج اینا یکی هست، اما توجه مدارس خصوصی نسبت به محصلین بیشتر هست، به خاطر همین خصوصی شده که توجه خاصتر و بالاخره متاسفانه امروز در عرصه پانتون دولتی یا مکاتب دولتی توجه کمتر میشه، اما منهج همان منهجه. یعنی این توجه کمتر از طرف دولت میشود، در به کفایتی دولت میکنه. یعنی وقتی که در هر نظام مجازات و مکافات نباشه، یقینا بی‌تفاوتی میآید. در عرصه مکاتب و مدارس و پانتون های خصوصی مجازات و مکافات هست. معلم بیایه امتیاز برای داده میشه، نیایه از او پرسان میشه. ولی متاسفانه در اکثر مکاتب افغانستان اگر معلم در ماهی که 30 روز 15 روز هم حاضر باشه یا نباشه، او خلاصه به یک طریقی که این مشکلات شاگردایی که داخل مکاتب هستن، یعنی از لحاظ مضامین دینی در مکاتب دولتی علوم دینی کمتر هست. مثلا در یک هفته مثلا 1 ساعت قرآن داشته باشه، من این چیز واضح و مسلمیه که برای مسئولین میگم بسیاری از معلمین ما در عرصه مضمون انگلیسی نمیگیم مضمون بدیه، باید هر انسان هر لسانی که یاد داشته باشه کار نیک، کار خوبه، هر مضمونی که ذوق و علاقه داره. اما اساتیدی که در عرصه مضامین انگلیسی یا غیر انگلیسی که کمتر ربط و ارتباط به علوم شرعی داره، از فیصدی نمره میدن. اما بسیاری از شاگردان مکتب که علوم اسلامی خصوصا در عرصه قرآن عظیم الشان، اولا بسیاری ساعتهای قرآن معلم حاضر نیه و اگر حاضر هم هست انقدر بی‌تفاوت که شبی که محصل شاگرد
شب امتحان قرآن عظیم الشان راحت ترین شب از او همون شب امتحان قرآنه. میگه فردا پدر پرسان میکنه بابا چرا نمیخوانی؟ دیشب میخواندی، انگلیسی داشتی، مثلا ریاضی داشتی، الجبر داشتی و بالاخره کیمیا داشتی، ساینس داشتی، فلان داشتی، چرا میخواندی؟ امشب بابا جان چرا درس نمیخوانی؟ قرآن کریم امتحان قرآنه. بله. ولی متاسفانه بسیاری از اساتید ما هم نمره اعلا 40 اگر آخر سال بود 60 داده میشه که این بزرگترین خیانتی به دین، به اسلام، برای شاگرد، برای محصله که به صحرای محشر پرسان میشه. و انسان باید تمام سختگیری خور نسبت به علوم اسلامی داشته باشه. پس در از این قسمت این مکاتب خصوصی که منهجای اینا با دولت یکی بود. میمونه مدارسی که مدارس حجرگی و مدارس علوم اسلامی که آنها سوال بفرمایید. آنها باز منهج اینا نسبت به مکاتب فرق میکنه. یعنی در مدارسی هست که مضامین اونها کمتره از فنون مختلف و بالاخره کوشش میکنن که طلاب متفرقه درس خوانده بشه و همچنین. و این هم الحمدلله که من یک مژده و یک واقعا یک بشارتیه که من میدونم که در حوزه غرب شورای مدارس ساخته شده که در ولایت فرا و نیمروز و هرات و تا اندازه غور و بادغیس یک جا شدن مدارسی که اونها منهج نام با منهج دولت جدا هست. بله. و در حدود 36 مدرسه که یک منهج خاص دارن که در آینده او پیش میشه به دولت. ببخشید استاد، همینجا میخوام این سوال را به جناب استاد وزین مطرح کنم. جناب استاد وزین، جناب استاد انصاری اشاره میکنن در رابطه با وحدت و یکتا شدن مناهج درسی در حوزه غرب. آیا به نظر شما نصاب و مناهجی که در سرتاسر افغانستان در مدارس خصوصی البته خوانده میشه و منهج مشخص دارن یا منهج متفاوت است؟ چگونه است؟ مختصرا اگر شما جواب ارائه بفرمایید. ما در افغانستان به ارتباط مدارس تعلیمات اسلامی یا تعلیمات مدارس علوم شرعی طبعا ما دو قسم مدارس داریم. یکی مدارسی است که از طرف در چوکات وزارت معارف، یعنی خود وزارت معارف، اینا اردوشان رسمی هست. مدارس خصوصی هم رسمی هست و مدارس دولتی هم رسمی هست. خاطر که مدارس خصوصی هم باید از وزارت معارف اجازه بگیره و وزارت معارف افغانستان یک معینیت داره به نام معینیت تعلیمات اسلامی که سرپرستی میکنه، وارسی میکنه از تمام مدارس علوم شرعی که از صنف 7 شروع تا به صنف 2 ثانوی، دوره ثانوی و دوره عالی که 12 و 14. منهج و نصاب تعلیمی بر اساس قانون وزارت معارف، بر اساس لایحه وزارت معارف، بر اساس پالیسی معارف افغانستان نصاب تعلیمی باید منهج واحد باشه، نصاب واحد باشه. و حتی مدارس خصوصی هم مکلف به تطبیق منهج وزارت معارف است. از رسمی و قانونی، یعنی حداقل. لیکن طبعا مدارس خصوصی مانند مکاتب خصوصی از خود علاوه از منهج رسمی وزارت معارف اونا بعضی مضامین دیگر را زیاد درس میتن، بیشتر درس میتن. این مدارس حق داره که علاوه از تطبیق منهج رسمی وزارت معارف کتاب ها و مضامین دیگر هم وضع بکنه یا در خود مضامین گسترش بیاره، مثلا چیزای اضافی را من حیث مواد مورد درسی به شاگردان تقدیم بکنه. این یک نکته. لیکن چیزی که هست، مشکل دیگه که هم در مدارس دولتی وجود داره و هم در مدارس خصوصی وجود داره و است که چگونگی تطبیق خود نصاب و منهج. یعنی نصاب و منهج چیز نظری که هست با تطبیق شود، لیکن چیزی که در عمل تطبیق میشه یا نمیشه، طبعا یک مشکلی هست که ما او را داریم و این ضرورت به این داره که در وزارت معارف افغانستان، در معینیت تعلیمات اسلامی افغانستان بخش نظارت قوی‌تر شود، نظارت و ارزیابی قوی‌تر شود تا در مجموع نصابی که در نظر گرفته شده و نصاب درست تطبیق شود و همه جانبه تطبیق شود و در نتیجه ارزیابی شود که ما کسایی که فارغ میشن از این مدارس، از مدارس اونا حد اقل یا حد وسط امو ضرورت ها و ضرورت هایی که در نظر گرفته شده او را باید اونها بر آورده ساخته باشن. ما گمان میکنم که ما در قسمت تعلیمات اسلامی در افغانستان به ارتباط منهج ما چند مشکل داریم. یکی مشکل معلم داریم، مشکل استاد. بله. خصوصا در جاهای دورافتاده کشور، در ولایات دورافتاده، در ولسوالی ها که مدارس وجود داره، ما استادهایی که اونا مؤهل باشن، یعنی تأهیل شده باشن، هم از نظر علوم تخصصی که تدریس میکنن و هم از نظر تدریس، یعنی
تخصص یک چیز و چیز است، تخصص در یک علم مشخص در تفسیر یا حدیث یا فقه یا تفسیر در مجموع، و یکی که اونا با اسالیب روش های تدریس بلد باشن. البته وزارت معارف دی بخش کار میکنه، کوشش میکنه، تلاش داره که بهتر شه و خوبتر شه و بعضی بهبودی ها هم وجود داره. لیکن هنوز هم ما به او سرحد نرسیدیم که ما مدرس مؤهل داشته باشیم، مدرس داشته باشیم که او درست تدریس بکنه. و یک مشکل دیگه است که ما مشکل کتاب داریم متاسفانه، که مشکل اگر چه نصاب جدیدی وزارت مدرس تعلیمات اسلامی وزارت معارف تقریبا تکمیل است، یعنی باید چاپ به طرف چاپ میره و نشر میره که اون نصاب تطبیق شود. لیکن فعلا ما مشکل کتاب در افغانستان موجود است که مشکل سوم مشکلی که به منهج ارتباط داره و غیر مستند منفی تاثیرگذار است در تطبیق مناهج در افغانستان. در اکثر جا مشکل جای است، مشکل اداره تربیتی هست، اداره مدارس دینی هست، مدارس شرعی است در افغانستان. در مجموع تاثیر منفی میگذاره بر تطبیق چگونگی نحوه تطبیق منهج. به خاطر اگر منهج درست وجود داشته باشه، اگر که معلمی درست وجود داشته باشه، مدرس درست موجود باشه و کتاب وجود داشته باشه و فضای تعلیمی درست وجود داشته باشه، من گمان میکنم که در مجموع مدارس ما، مدارس تعلیمات اسلامی، تعلیمات شرعی در افغانستان به طرف بهبود به پیش میره. تشکر میکنیم استاد محترم از جناب شما. اینجا ما یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه با تماس بینندگان عزیز برمیگردیم. جناب استاد از شما باز هم تشکر میکنم و بخش تماس ها را ان شاء الله بعد از وقفه کوتاه ما میگیریم با جناب انصاری. از این بیشتر مزاحم وقت شما نمیشیم، شاید شما هم مصروفیاتی داشته باشین. شما به حیث پیام یا سخن آخرتان به بینندگان عزیز چیزی دارید بگفتن؟ فقط میخوایم تجدید تشکر بکنم از تلویزیون شما، از برنامه شما، از شخص شما که شما برنامه بسیار درست مفید برای انداختین. امیدوار هستیم که شما در آینده برنامه‌های دیگه به ارتباط وضعیت رسانه‌ها در افغانستان، چیزی قضایی دیگه که مربوط به ساختار یا اعاده اعمال معنوی افغانستان میشه، شما نقش رو دفاع بکنید. من یک رسانه ملتزم و متعهد با آرمان‌های اسلامی در ارتباط برنامه داشته باشید. تشکر میکنم از شما. به افغانستان میپردازیم، قضای افغانستان رو بررسی میگیریم. پیام معرض ما به همه بیننده‌های محترم است که ما در جهت شکوفایی و بالندگی و پویا شدن تعلیمات اسلامی، علوم شرعی در افغانستان، چه در عرصه حکومت به مدارس و مراکز تعلیمات اسلامی، چه در عرصه نشر کتاب اسلامی، چه در عرصه کمک برنامه‌های رسانه‌ای که کمک میکنه در پخش و نشر و گسترش معارف اسلامی در افغانستان، اونها نقش خود ایفا بکنن. و همچنان یک رسالت است، یک مسئولیت است، به خاطری که کشوری که اساس و بنیادش اسلام است و ملتش مسلمان است، نقش اسلام در افغانستان نقش بسیار برازنده است، نقش مهم در افغانستان. به این خاطر وجود فهم درست از دین، فهم صحیح از دین در مجموع کمک میکنه برای استقرار افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای آزادی و استقلال افغانستان، برای بهتر شدن زندگی مردم افغانستان. به این خاطر ما اسلام حل مشکلات، اسلام که نظام و قانون شامل و همه‌جانبه زندگی هست در عرصه‌های مختلف و پیام و رسالت الله متعال برای بشریت و انسانیت است. این پیام و رساله وقتی که درست فهمیده شود، وقتی که درست تطبیق شود در مجموع، مشکلات جوامع بشری را هم امروز هم فردا حل میکنه. و ما امیدوار هستیم که ما در افغانستان که ملت ما مسلمان است، این ملت قادر باشه ان شاء الله بتونه که فهم درست از اسلام ما داشته باشه، ان شاء الله این فهم گسترش پیدا بکنه، فهم عام شود در افغانستان و در نتیجهش ما شاهد یک افغانستان مستقر، افغانستان آرام، افغانستان مرفه در سایه دین خدا و قانون الله متعال و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. تشکر از شما، تشکر از برنامه شما و ما شما را به خدای متعال میسپارم. الله حافظ ناصر شما. جزاکم الله خیرا. ان شاء الله یقینا برنامه قلب آسیا تخصیص داده شده برای موضوعات و مسائل افغانستان و ان شاء الله شما را در برنامه‌های بعدی هم کوشش میکنیم که با ما باشید، در این کار خیر ما را همراهی کنید. یقینا شما برای همین اهداف نیک کمر بستید. خداوند شما را کمک بکند. شما را به خداوند یکتا میسپارم. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه با تماس های شما ان شاء الله برمیگردیم و جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در استودیو برای پاسخ دادن سوالات و گرفتن نظریات و پیشنهادات شما ان شاء الله ما هستیم. با شما می باشیم بعد از یک وقفه کوتاه.
ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند شیطان ز خود براند. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند شیطان ز خود براند، شیطان ز خود براند. ما بنده خداییم، بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم، با قرآن هم نواییم. ما بنده خداییم، بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم، با قرآن هم نواییم، با قرآن هم نواییم. قرآن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. حالش خواهی بدانی احادیث و بخوانی، حالش خواهی بدانی احادیث و بخوانی. گفتا که زملونی یا اهلی دثرونی، گفتا که زملونی یا اهلی دثرونی. پیامبر خود بترسید از سنگینیش بلرزید، پیامبر خود بترسید از سنگینیش بلرزید، به سوی خانه دوید. رسول الله بگردید، رسول الله بگردید. قرآن قرآن کتاب ماست، جان بخش و رهنمای ماست. قرآن قرآن کتاب ماست، جان بخش و رهنمای ماست. قرآن فروغ زندگی در قلب و سینه های ماست، در قلب و سینه های ماست. این هیبت قرآن است، سنگینی ایمان است. این هیبت قرآن است، سنگینی ایمان است. بر دشمنان برهان است، نور دل خوبان است. بر دشمنان برهان است، نور دل خوبان است. قرآن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. با سلام مجدد بینندگان عزیز و گرامی، برنامه قلب آسیا است و موضوع امروز ما وضعیت علوم دینی در افغانستان بود
که با استادان گرامی جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری و جناب دکتر فضل الهادی وزین موضوع را زیر بحث قرار دادیم. بینندگان عزیز و گرامی، نیم ساعت اخیری از برنامه مانده، ما این رو تخصیص دادیم برای تماس های شما. شماره تلفنی ما انشاءالله زیرنویس می شود. شما می توانید با شماره ذیل تماس گرفته سوالات یا پیشنهادات و نظریاتی که در مورد برنامه امروز ما که وضعیت علوم دینی در افغانستان هست سوالی داشته باشید، نظری داشته باشید، پیشنهادی داشته باشید. برای پاسخ دادن به سوالاتتان انشاءالله جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در استودیو حضور دارن، جواب شما را خواهند داد. و جناب استاد انصاری ببخشید، شما صحبت هایی داشتید قبل از این که ما وقفه بگیریم در رابطه با شورای مدارس حوزه غرب. میشه کمی مفصلتر در این مورد که چگونه تأسیس شد، شورای مدارس حوزه غرب چی است و چه اهدافی داره، کمی تفصیل؟ طوری که قبلا اشاره کردیم در افغانستان وضعیت معارف افغانستان و منهج معارف افغانستان، یعنی حقیقتا اگر درست و صحیح در افغانستان تطبیق بشه یعنی منهج بدی نیست، چون طوری که جناب استاد اشاره کردن. ببخشید مزاحم شما میشیم، تماس بیننده را بگیریم با اجازه شما. السلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ از عراق هستم، در تماس شدم. عرض سلام ادب دارم خدمت شما و مولانا مجیب الرحمن انصاری. خوش آمدید. سوال یا پیشنهاد یا نظریه در مورد موضوع برنامه ما دارید؟ بفرمایید. بله. سوالی داشته باشید در مورد موضوع برنامه ما؟ میخواستم امروز در ارتباط به افغانستان. بله. بعد یا متحکم توضیح بده میتون. بله میشنویم صدای شما را. بله صدا شما درست. لطفاً صدای تلویزیونتون را پخش کنید. الو. بله میشنویم صدای شما را. بیننده عزیز صدای تلویزیونتون را پخش کنید لطفاً. بگیم صدای تلویزیونتون را ببندید. اصطلاحات. بینندگان گرامی، وقتی که تماس میگیرید صدای شما رو ما میشنویم. شما لطف کنید صداهای تلویزیونتون را خاموش کنید تا صحبت ما را واضح‌تر بشنوید و ما هم از شما را واضح‌تر بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ الو. بله میشنویم صدای شما را. بله. سلام برادر محترم، خسته نباشید. خوبه؟ و علیکم السلام، الحمدلله. شما خوب هستید؟ اسمتون و از کجا در تماس شدید؟ اسمم سراج الدین، از تهران تماس شدم. خوش آمدید برادر عزیز. در مورد برنامه ما که وضعیت علوم دینی در افغانستان هست سوال یا نظریات اگر داشته باشید. میخواستم یه سوال کنم که در مورد جهاد در افغانستان آیا توضیح بدید بهمون؟ جهاد در افغانستان انشاءالله جناب گرفتیم سوال شما را، جناب مولانا انصاری انشاءالله جواب شما را خواهند داد. سوال دیگه دارید برادر عزیز؟ ممنون، برنامه را تشکر میکنم. خواهش میکنم، تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زه په پښتو نه پوهېږم، په پښتو کې خبرې کولی شئ سره؟ وکړه خبرې وروره، ګزاره به کوو. جوړ ښه یاست؟ ستاسو تخنیکي همکاران هم جوړ دي انشاءالله؟ الحمدلله، مننه. کولی شم چې له استاد انصاري سره خبره وکړم؟ بالکل. خبره وکړه. بس نو کار وخت مې نوبت راغی، زه به انتظار یم په لاین کې. شکرا.
نه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. برادر عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ اسمتون؟ بفرمایید برادر عزیز. سوال یا نظریات یا پیشنهادی اگر داشته باشید در مورد برنامه ما. برنامه شما بسیار خوب است، ولی در مورد سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چرا از طلحه و زبیر خبری نیست؟ بله. سیدنا شما از طلحه و زبیر خبری نیست. جریانش چیست؟ برام واضح کنید. یعنی در سیرت عمر و طلحه رضی الله عنهم برنامه داشته باشیم؟ منظورتون همین است؟ آره، در مورد سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یا طلحه و زبیر اونجا مثلا من نمیبینم زیاد. در سیرت عمر و طلحه رضی الله عنهم برنامه داشته باشیم؟ انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. صدا رو کمی بالا کن. السلام علیکم و رحمت الله. 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 چرا قطع میشه؟ السلام علیکم و رحمت الله. بله برادر عزیز. بله. کمی پایین باز بشه که زیاد بالا شده. بله سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. سلام علیکم و باشین. خیریت. تشکر. زنده باشین. کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ عبدالوحید معذرت زنگ زدم برای شما در رابطه با شعر حضرت اقبال لاهوری که در رابطه با غرب آسیا می‌فرمایند که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در این پیکر دل است. هر فسادی و فسادی آسیا، هر گشادی و گشادی آسیا. بله. اگر از خطیب صاحب در این رابطه چند کلمه صحبت کنم خوشحال میشم. معذرت زنگ زدم از دوستان نزدیکای از خطیب صاحب محترم. تشکر. زنده باشین ان شاء الله. خداحافظ. موفق باشین. جای باشین. از خطیب صاحب سلام. علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. برادر عزیز بفرمایید کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ من نثار احمد هستم، از تهران تماس میگیرم. خوش آمدید برادر عزیز. زنده باشید. در مورد موضوع برنامه ما که وضعیت علوم دینی در افغانستان هست، سوال یا نظریه یا پیشنهادی داشته باشید؟ علوم دینی در افغانستان ما سوال مایی بود که مثلا عمل مثلا به ولسوالی ادرسکان. بله؟ ولسوالی ادرسکان مثلا سوال مایی بود که مثلا به ولسوالی ادرسکان. بله. مثلا به ولسوالی ادرسکان مثلا عمل یک حوزه علمی نیه، مثلا طالب و مثلا درس خون و مثلا هم مثلا هم بیسواد هم. بله. یک حوزه علمی نیه، مثلا هم بیسواد هم. سوال مایی بود که مثلا اگه شما مثلا اگه یک بله. انشاءالله دیگه سوال اینو گرفتیم سوال شما را برادر عزیز. سوال دیگه دارید؟ نه تشکر میکنم از استاد مجیب الرحمن، خیلی تشکری میکنیم. ما از شما تشکر میکنیم. تشکر. زنده باشید. اول سوالی رو شما گرفتین؟ بله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله؟
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا برداریم؟ بله صدا شما را میشنویم برادر عزیز. کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ و علیکم السلام و رحمت الله. سلام به خدمت جناب استاد انصاری صاحب و به خدمت جماعت. و علیکم السلام و رحمت الله. اسمتون؟ شناختم قبل از اینکه بگم. و سلام خود را خدمت جناب حاجی خطیب صاحب استاد. از ولایت هرات عبدالناصر توحیدی هستم، از ولایت هرات تماس میشم. بله خوش آمدید برادر عزیز. بفرمایید سوالتان. باشیم. خدا شما را عزت بده. واقعا سوژه خوب انتخاب کردیم، پروگرام خوب انتخاب کردیم. خدا شما را عزت بده. به خصوص از جناب استاد انصاری صاحب که واقعا قلب ما روشن کردن. واقعا که چی نورانی رو میبینیم. خب هر صورت در رابطه به منهج علمی که شما صحبت کردیم، بله. اگرچه جناب حاجی خطیب صاحب قبلا هم گفتن، جناب استادم گفتن، بله. بازم به افغانستان منهج علمی فکر نمی کنم که به اون سطح باشه. چرا عنعنویه ما که درس اندازه در مکتب خوندیم، قبلا خونده میدیم کم کم، حالی که میبینیم بسیار منهج پایینی بوده. دیگه خود جناب استاد مجیب الرحمن انصاری صاحب کال فعلا در مکه و مدینه درس میخونن، منهج اونجا تا به اینجا فرق میکنه. خصوص باز میان داخل افغانستان منهج هر کدام از مدارس میبینیم با هم فرق میکنه. هر کدام خصوصی یک کتابای دارن، به خصوص کتابهای برای ابتدایی که باید اول ابتدا منهج خوب صحیح باشه. ما میبینیم به نام 5 کتاب و نمیدانم خوجا حافظ و نمیدانم فال حافظ و هر کدام هزارها عکس، بسیار عکسای خراب داخل هم خود خوجا حافظ میگن این زبان دل میشه، نمیدانم چی میشه. بزی اساس خود شما میفهمید که همین منهج علمی افغانستان فکر نکنم برای این مدارس با در سطح بالای اگه به تئوری لیسه برسن، باز هم همون هم به حساب قانونی فکر نکنم باشه. همین مشکلاتی که فعلا در افغانستان هست به خصوص از حساب مدارس شریک اینجا درس میدم بسیار خیلی سطح پایینی داره. طبق او مراهای چی اسلامی واقعی که مثال در مکه و مدینه شریف از الازهر شریف اینجا بوی ترتیب نیست. حالا اینجا هم که مدارس کتابا رو مطالعه میکنیم یا میگن از دیوبند یا از رایوند یا از فلانه جای انشالله امید اینه که انشالله به آینده نزدیک بتونن اساتید بزرگوار که از این مدارک میگیرن انشالله یک منهج خوبی در افغانستان پیاده بشه و ما هم مستفید بشیم و تمام مردم افغانستان از این منهج واقعی مراکز اسلامی ما هم مستفید بشیم. خدا شما عزت بده و تشکر از پروگرام خوب شما. تشکر از شما. یقینا که افغانستان قسمی که استادها اشاره کردن طی 30-40 سال در جنگ‌های داخلی و باز جنگ‌های استبدادی خارجی که بر بالای ما آورده شد، این باعث شد یقینا که افغانستان از هر نگاه عقب بروه و از جمله علوم شرعی هم یقینا به عقب رفته و حالا استادان و علما و اشخاص اهل خیر و محسنین کوشش میکنند، سعی میکنند که یک بار دیگر وضعیت علوم دینی را در افغانستان بهتر بکنه و یک منهج منظم و با همراه استادای مجرب و ورزیده داخل خدمت شوند. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. برادر عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ محمد هستم، برامی تماس. محمد جان از کجا؟ برامی. بله بفرمایید. در رابطه با موضوع برنامه ما که وضعیت علوم دینی در افغانستان هست، سوال یا پیشنهاد یا نظریه اگر داشته باشید. بله ببخشید ما ریش خودم میگیریم، ما افغانی هستیم اینجا ایران، ما کارگریم، ریش ما رو میگیریم، نمازهای ما به 8 ماه ترک شده. نمازها رو ترک میکنین و ریش را میتراشین؟ نه الان نماز ما رو نخوانیم ولی 8 ماه پیشتر نماز ما نخوانیم. اینو توضیح میدونم ان شاء الله. جناب استاد سوال شما را گرفتن، ان شاء الله جواب خواهند داد. سوال دیگه دارید برادر عزیز؟ ممنون.
خواهش میکنم. نه تشکر. سوال دیگه نداشتم. برای تشکر میکنم. خداحافظ. تشکر، زنده باشین. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، بخیر سلامت. الحمدلله، زنده باشین. اگه پشت خط نگاه داره میخواستم به برنامه صحبت کنم. اسمتون؟ محمدم از هرات. محمد جان از هرات. بله بفرمایید برادر عزیز. میخواستم که خیلی خوشحال شدم که حاجی نورایی صاحب به برنامه دیدم. میخواستم صحبت داشته باشم با اونا. تشکر. سلامت باشیم محمد جان، خوش آمدیم به برنامه. بفرمایید، در خدمت شما. زنده باشیم. میخواستم با یک خبر خیلی خوشی به حاجی غری صاحب بودم که فضل خود مرحمت خداوند از بزرگواری از جناز شکر خدا مساجد و مدارس به هرات خیلی رونق خوبی پیدا کرده. تشکر، سلامت باشین. تشکر. فعلا 100 تا بالای 150 مسیر از طرف. بله 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 بفرمایید. قطع شد، تماسشون قطع شد. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. برادر عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ ما هستیم به تهران. تهران باشم با تماس شما. صحبت شما خیلی خوشمون آمد. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. سوال یا شما واسه ما یک صحبت داشتیم با شما چند دقیقه تلفن میکنیم. یک سوال داشتیم که ممکن بزرگترین گناه چیست؟ سوالتون همیشه که بزرگترین گناه چیست؟ گرفتیم سوال شما رو برادر عزیز. بله سوالتون رو گرفتیم، ان شاء الله جناب استاد جواب میدهند. سوال دیگه دارین؟ نه شما زنده خیلی متشکرم. مهربانی شما. خداحافظ. تشکر، زنده باشین. خداحافظ. جناب استاد یک تماس دیگه میگیریم، برمیگردیم طرف جواب سوالات بینندگان است. بله السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه قلب آسیا است. برادر عزیز کی هستید و از کجا در تماس شدید؟ برنامه قلب آسیا؟ بله اسمتان و از کجا در تماس شدید؟ ما از ایران زنگ میزنیم، از تربت جان نیلشهر. اسمتان؟ اسم ما کریم است. کریم جان خوش آمدید به برنامه. سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه ما؟ اولا ما سلام خاص کنیم خدمت جناب نجیب الرحمن صاحب و بعدا خواستیم که در مورد طلحه و زبیر یک کم برنامه بیشتر در مورد بله میشنم. سوال ما همینه در مورد همین طلحه و زبیر بریم ما کم نجیب الرحمن صاحب صحبت کنم ما خوشحال میشه. تشکر، زنده باشن. یقینا مولانا مجیب الرحمن انصاری در برنامه‌های دیگری شبکه جهانی وصال حق در رابطه با موضوعات مثل سیرت عمر، قسمی که برادر دیگری اشاره کرده بودند، و سیرت طلحه و زبیر صحبت هایی دارند. اما این برنامه قلب آسیا تخصیص داده شده برای موضوعات و مسائل افغانستان که موضوع امروزی برنامه ما وضعیت علوم دینی در افغانستان هست. ان شاء الله جواب داد. ان شاء الله. جزاكم الله خیرا. ان شاء الله و یک خورده ما سخنرانی‌های مولوی بله در مورد حوزه‌های علمیه بله ما اینجا کس نداریم، چیکار کنیم؟ ان شاء الله جواب خواهند داد. تشکر برادر عزیز. تشکر. سلام. خدا. علیکم السلام و رحمت الله. خب جناب استاد محترم، بیننده‌های عزیز سوال‌های خوبی داشتن امشب الحمدلله. برادر عزیز ما سراج الدین جان سوالشان همین بود، جهاد در افغانستان، یعنی جهاد هست نیست؟ مختصرا اگر شما جواب بدهید چون وقت برنامه هم رو با پایان هست، باز برنامه رو پایان میرسونیم. چون وقت برای ما فرصت نمیده که زیاد توضیح بدیم، تفصیلی نمیشه. این دوست ما که مثلا از جهاد پرسان کردن، جهاد یک کلمه مبارک و مقدس هست
و آیا هست یا نیست چیز واضح و مسلمیه که جهاد تا قام قیامت هست. یا در افغانستان هست، یا در سوریه هست، یا در مصر هست، یا در گوشه از دنیا. خلاصه الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه، تا به قیامت ادامه داره. اما این که در افغانستان فعلا جهاد هست یا نیست، به این 2 دقیقه نمیشه، یک بحث مفصل انشاءالله روی بحث خواهد شد. چون اگر الان بحث شروع کنیم وقت برنامه تمام میشه و این بحث ناقص میمونه. یقینا. برادر دیگه مجاهد جان سوال نداشتن بلکه مشوره دادن که درباره سیرت عمر و طلحه و زبیر. همچنین برادر کریم جان از ایران هم همین موضوع اشاره کردن. نکته به عزیزانی که به این موضوع اشاره کردن، ما یک برنامه داریم که الگوهای هدایت، برنامه الگوهای هدایت را حتما عزیزان تعقیب کنن از شبکه جهانی وصال حق. برنامه الگوهای هدایت کدام روز؟ برنامه ها از تلویزیون اعلان میشه و الان پخش هم شده. درست. پخش هم شده که مثلا چون ما وقتار یعنی به وقت سعودی میتونیم بگیم روزها حتما اعلان خواهد شد. بله. انشاءالله. و تا اخیر برنامه ما از عزیزا و کارشناس ها خواهش داریم که اگر وقت برنامه های الگوهای هدایت برای ما تا اخیر وقت برای ما بدن، برای دوستا اعلان میکنیم. چون وقت ها فرق میکنه. وقت سعودی را اعلان کنیم، دوستا وقت ایران، وقت افغانستان ساعت فرق میکنه. بیننده عزیز دیگه ما عبدالواحد جان از هرات، اگر من اسمشون درست گرفته باشم، شعر اقبال خواندن. شعری که در اولین برنامه بحث شده بود، گفتن اگر در رابطه با شعر اقبال چیزی بود. شعر اقبال هم چیز واضح و مسلمه. در برنامه اول قلب آسیا این شعر توضیح داده شد و اشاره شد و فقط یک نکته همینه که اقبال ملت افغانستان در این شعر بیان میکنه، جایگاه و عظمت ملت افغانستان که ملت افغانستان دارای چی شجاعت، چی غیرت و چی مردانگی هستند و اقبال میخواه همون احساسات باطینی خود را نسبت به ملت افغانستان بیان کنه و به دنیا ملت افغانستان را معرفی کنه که و همچنین برنامه ما که برنامه قلب آسیا هست و بیشتر میتونیم بگیم که چرا مسما به قلب آسیا کردیم، استدلال از اقوال شعر اقبال لاهوری میگیریم. بسیار خوب. جناب استاد، بیننده دیگه ما نثار احمد جان غالبا از تهران بودن، حتما باشنده افغانستان هستن. ولسوالیشون شش ولسوالی ادرسکن که نام گرفتن. بله. گفتن که در ولسوالی ادرسکن مدرسه و حوزه علمی نیست. وجود نداره. ادرسکن یکی از ولسوالی های هرات هست که ما پیشتر ارتباط به شورای مدارس صحبت کردیم و الحمدلله در ادرسکن بسیار مدرسه فعال و بسیار علمای فعال و بسیار علمای جید و الان در ادرسکن مدرسه که جز شورای مدارس حوزه غرب که اساتید بزرگوار اونها الان که به سخت به مشکلات اقتصادی هم قرار دارن، باز هم ایفای وظیفه میکنن. پسر و دختر به شمول بیش از 200 شاگرد مصروف درس. سبحان الله. یعنی مدرسه فعال شده. مدرسه فعال الحمدلله. یعنی برادر قبل از وجود مدرسه شاید سفر کرده بوده به ایران. بیننده دیگه ما غالبا عبدالناصر توحیدی بودن. محمد ناصر جان توحیدی که از هرات صحبت کردن. ارتباط به مشکلات قبلی مدارس، خب ما قبلا اشاره کردیم که افغانستان چندین دهه میشه جنگه. بله. جنگای داخلی، جنگای خارجی، تجاوزات بیگانگان، مداخله همسایگان و بالاخره یک سلسله مشکلات وارد نصاب درسی در افغانستان شد. بله. و اما ما نمیتونیم بگیم که یک نفر یا یک شخص بگه من چیزی نفهمیدم از این منهج و از این مدارس، چون ما امروز علمای بسیار بزرگی داریم که در افغانستان هم تحصیل کردن و سن اینا 70-80 ساله، بسیار عقیده خوب، بسیار علمیت و جایگاه خاص. بنابراین یک سلسله مشکلاتی که وارد مدارس و حوزه های علمی شده بود و انشالله او هم در آینده های زود او مشکلات حل میشه و منهجی که امروز به شورای مدارس ساخته شده یقینا او سرتاسری خواهد شد و در کل افغانستان انشاءالله به سمع و به نظر همه علما قرار خواهد گرفت. یقینا. بیننده دیگه ما محمد جان مرامی گفتن غالبا یکی گفتن ریشه میتراشیم و دیگه 6 ماه قبل نماز نخوندن یا نمازها را ترک کردن. چطور بود؟ مسئله ای که اگر اینها واقعا قبلا نمیدانستن و چندین نماز از اونها قضا شده، اگر تا جایی که امکان داره این بیننده عزیز ما وقتها مشخص میدانن که چی نمازهای از اونها قضا شده،
همان نمازها را گرفته و قضا بیارن، بخوانن دوباره. و اگر اینها نمیفهمن که 6 ماه بوده، 5 ماه بوده، 4 ماه بوده، اینها غالب زن غالب خور بگیرن که مثلا اگر 5 ماه میگن بوده، 6 ماه پیش خود بگیرن، 6 ماه متواتر اینها بعد از هر نمازی نمازها را قضایی آورده و قضا بیارن که انشالله خدای تبارک و تعالی کریم رحیم مهربانه که اینها ببخشه و توبه کنن از اینکه مدت اینها استغفار کنن که از الله سبحانه و تعالی غافل بودن. مسئله ریش هم اگرچه مطلقاً تراشیدن از او اتفاقیه که جایز نیه، ولی مسئله کوتاه بلند از او بین فقها اختلافه. بهترتر همینه که آثار مرد بودن در وجود از اونها نمایان بشه. باشه. بله. بیننده دیگه ما اسمشان را گرفتن نتونستیم، از تهران بودن، سوال کردن بزرگترین گناه چیست؟ چیز واضح و مسلمیه که بزرگترین گناه که هیچ بخشیدنی نیه شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بزرگترین گناه شرک که ای عزیز ما و سایر عزیزان متوجه باشند که خدای نخواسته به شرک و به اعمال شرکانه یقینا بزرگترین گناه شرک است، قسمی که شما فرمودین، و تفسیرات شرک، کدام اعمال شرک است، کدام اعمال شرک نیست، تقسیمات شرک، یقینا یک بحث مفصلیه که باید وقت میخواه، ولی همون قدر اشاره میشه که صفاتی که خدای تبارک و تعالی داره، اوصاف پروردگار عالم را برای غیر خدا دادن شرک است. تشکر، زنده باشین. بیننده آخر ما کریم جان از ایران بودن که موضوع گفتن سیرت طلحه و زبیر باید بحث شود و بله درست است. و استاد محترم اینجا وقت برنامه ما رو به پایان هست. اوقات برنامه الگوهای هدایت دوستا گفتن که آماده دوستا روز شنبه ساعت 10 شب به وقت افغانستان. بله درست است. روز شنبه ساعت 10 شب به وقت مکه مکرمه و به وقت افغانستان ساعت 11:30. ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان. همچنین یعنی تکراری برنامه یک شنبه ساعت چند؟ 12:30 بعد از ظهر به وقت کجا؟ 12:30 به وقت مکه، البته ساعت 2 به وقت کابل. روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل برنامه الگوهای هدایت و همچنین روز دوشنبه ساعت 6 به وقت مکه مکرمه و ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان بر برنامه الگوهای هدایت نشر میشه. و همچنین روز سه شنبه 2:30 بعد از ظهر کابل به وقت کابل. پنجشنبه ساعت 1:30 به وقت افغانستان کابل این برنامه الگوهای هدایت نشر میشه. تقریبا از روز شنبه گرفته تا پنجشنبه. یعنی اگر یک مرتبه خلاصی با وقت افغانستان رو برای دوستا بگیم از این روز خلاصی. بله وقت افغانستان فقط. بله روز شنبه برنامه الگوهای هدایت روز شنبه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان هست و روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست و روز سه شنبه ساعت 2:30 به وقت افغانستان هست و روزی پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان برنامه الگوهای هدایت را از شبکه جهانی وصال حق فراموش نکنید که این برنامه تخصیص داده شده برای معرفی و شناساندن اصحاب فداکار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و وقت برنامه ما اینجا به پایان میرسه. جناب استاد شما فقط میتوانید خداحافظی کنید چون که وقت کاملا همکاران تکنیکی ما میگویند که وقت تمام شده. شما هم با بینندگان عزیز و گرامی خداحافظی کنید و بعدا خداحافظی میکنیم برنامه را به پایان میرسونیم. قبل از اینکه من خداحافظی بکنم چون برنامه ما اختصاص به علم و دانش بود، فقط توصیه مختصر اینه برای والدین عزیز و گرامی که
مسئولیت دارن در قبال فرزندان خود، اینها در شرایط کنونی نگذارن بیکار بگردن و متوجه درس و تعلیم و فراگیری علوم یا به مدرسه یا به مکتب یا به کورس، به هر طریقی که میشه کورس های آموزشی فرزندان روان بشن. توصیه من به مربیان عزیزه که وقتی سر کلاس میرن، سر صنف میرن، سر درس میرن، دلسوزانه، مشفقانه و مهربانه با احساس مسئولیت سر درس برن. اگه چی در پانتونن، چی در مکاتب و چی در مدارس، مربیان عزیز دلسوزانه برای فرزندان وطن درس بدن. توصیه من برای جوانها و نوجوانهای عزیز، برای پسر و دختره که وقت خود را ضایع نکنن، تلاش بکنن. راه نجات علمه. باور کنیم که وقت علم به جامعه آماد، عدالت میآیه، سعادت میآیه، خوشبختی میآیه، سرفرازی دنیا و آخرت میآیه. اگر خدای نخواسته علم از زندگی ما، از خانواده ما، از جامعه ما رخت سفر ببنده، یقینا جای علم جهل میگیره. وقتی جهل آماد ظلم میآیه، بی‌عدالتی میآیه، بالاخره حقوق همدیگر پایمال میشه. پس توصیه برای همه ملت افغانستان، برای همه عزیزان اینه که اولین آیه که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل میشه، اقرأ بسم ربک الذی خلق. همه ما دست به دست هم بدیم تا علم را فرا بگیریم. وقتی علم آماد همه مشکلات برطرف میشه. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید در هر جایی که هستید، چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان. خلاصه در هر جایی که هستید موفقیت شما را ما میخواهیم، سرفرازی و سربلندی شما را میخواهیم. از الله سبحانه و تعالی میخواهم که شما را موفق، سرفراز و سربلند دنیا و آخرت داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم بینندگان عزیز و گرامی که تا پایانی لحظات برنامه ما را همراهی کردید. امیدوار هستم که این وقت را که شما با ما سپری کردید، خداوند این را از جمله اوقات طاعات و عبادات بشماره و در میزان حسنات شما این را بگنجانه. و تا هفته آینده با موضوع جدیدی از برنامه قلب آسیا ان شاء الله باز در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. و الان شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. هفته خوب و خوش و با سعادتی پیش روی داشته باشید. الله یار و نگهدارتان.